أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. در آیات گذشته بعضی از احکام و اموری که برای زندگی خوب، نظم و نسق زندگی برای ما لازم هستند، بعضی از این امور را ما خواندیم. تقریبا 13 تا امر از امور انتظامیه یا اموری که مربوط به رعیت هستند، به ملت و مردم هستند، این 13 تا حکم خوانده شد و این آیه شریفه که تلاوت گردید، این آیه ترغیب هست به سوی عمل کردن به این احکام، ترغیب هست به سوی اینکه ما عامل باشیم، پایبند باشیم. خداوند عزوجل می‌فرماید با مشروعیت این احکام، با انزال این احکام و دستورات، خدا چی میخواد از شما؟ یرید الله لیبین لکم. مصلحت اول خداوند میخواد برای شما واضح بیان بفرماید، روشن بیان بفرماید. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. 3 تا مصلحت اینجا خداوند بیان فرموده. یکی این که منظور الله عزوجل تبیین هست، روشن شدن هست. دوم این که به روش کسانی که قبل از شما بودند و نجات یافتند، نجات یافتگان قبل از شما، خداوند میفرماید میخواهد شما به روش اونها و به راه و رسم اونها راهنمایی کند. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. شما را راهنمایی فرماید بر روش کسانی که قبل از شما بودند. خب هدف چیه؟ مصلحت سوم، و یتوب علیکم. خداوند میفرماید که میخواد شما بر مسلک اونها باشید، بر روش ناجی ها باشید، اونهایی که نجات یافتند، تا خداوند بر شما رجوع کند یا توبه شما را قبول کند. شما به سوی خدا برگردید، به سوی خداوند رجوع کنید، خداوند این رجوع شما را، توبه شما را بپذیرد. پس هدف این احکام، مقصد از نزول این احکام، مشروعیت این احکام اینه که خدا به شما رجوع کند، شما به خدا رجوع کنید. والله علیم حکیم. خداوند که این احکام را نازل می فرماید، این دستورات را، این امور را صادر می فرماید، الله خوب می داند، دانا هست و این دستورات همراه با حکمت هستند، مملو از حکمت هستند. والله علیم حکیم. و الله عزوجل مقصد این احکام را بیان فرمود. اما یک گروه دیگه هست در مقابل که اونها میخوان شما به انحراف کشیده بشوید، شما گمراه بشید،
خوب دقت بکنید، خیلی از مردم هستند امروز هم با احکام الهی مخالفند، با دستورات شرع مخالفند و خیلی ها میگوین این احکام مال اون زمان شتر هست، اون زمانی که مردم سواریشون شتر بود و بلا نسبت الاغ بود و این احکام قدیمی هست، مربوط به اون زمان هست. امروز که دور موتور هست، امروز که زمان تکنولوژی هست، پیشرفت هست، این احکام برای امروز نیستند. میخواهند که شما را به انحراف بکشند، میخواهند شما را به سوی گمراهی ببرند. خیلی از احکام خدای تعالی را میگن این احکام امروز عمل کردن به اینها خیلی سخته، در حالی که خداوند خیلی آسان نازل فرموده. خداوند عزوجل نسبت به بندگان خودش علیم هست، دانا هست، توان اونها را میداند، قدرت اونها را میداند، وسع اونها را الله عزوجل میداند. بر اساس وسع اونها الله تعالی احکام را نازل. و بعد این احکامی که خدا نازل فرموده چقدر تخفیف داده. یرید الله ان یخفف عنکم، نه چقدر تخفیف داده. خداوند فرموده که نماز بخونید، نماز را قیام و رکوع و سجده داشته باشید. اگر نتوانستید قیام بکنید بشینید، اگر نتوانستید رکوع و سجده بکنید اشاره بکنید، اگر نتوانستید وضو بگیرید تیمم بگیرید، اگر نتوانستید روزه بگیرید فدیه بدهید، اگر نتوانستید حج برید، خب حج بر شما نیست، اگر پول نداشتید زکات بر شما نیست. تمام احکام خداوند همراه با چی هست؟ تخفیف است. الله عزوجل از وسع ما، از توان ما را بیشتر ملزم نفرموده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی وسع انسان را، توان انسان را، قدرت انسان را در نظر گرفته و برای هر زمان در نظر گرفته. لذا به تعبیر عامیانه و ساده خداوند فکر همه جاش را کرده، همه زمان را کرده، اما شهوت پرستان نمیدانند، هوا پرستان نمیدانند. اونهایی که بر علیه دستورات خدا تبلیغات میکنند اونها نمیدونند. اونها هدفشون چیه؟ انحراف شما، گمراهی شما، از راه بیراه شدن شما. لذا الله تعالی مجدد تکرار میفرماد والله یرید ان یتوب علیکم. همونطور که در آیه گذشته بیان شد، مصلحت سوم اینه که و یتوب علیکم، خدا میخواد شما توبه کنید، خدا به شما رجوع کند، خدا میخواد شما مال خدا باشید. اما و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اونهایی که دنبال شهوات هستند، دنبال هوای نفس هستند، هوا پرستان، شهوت پرستان، خواهش پرستان، خواهشات پرستان، اونها میخوان ان تمیلوا میلا عظیما، شما کج برید، کجی بسیار بزرگی از مسیر حق، از مسیر درست به انحراف کشیده بشوید، انحراف زیادی. خدای تعالی هیچ حکمی را مشکل قرار نداده که شما نتوانید. الله عزوجل تمام قدرت و توان شما را در نظر گرفته، حتی با توجه به اینکه این دین دینی هست تا قیامت، این امت هم امت آخر الزمان هست. تمام احکام را نگاه کنی به نسبت به احکام گذشته، شریعت نسبت به شرایع گذشته چقدر آسان است. انسان وقتی که به گذشته ها نگاه میکنه چقدر اونها سخت بود برای اونها. الله عزوجل همه نوع تخفیف را در نظر گرفته. یرید الله ان یخفف عنکم، الله میخواد که از شما سبک بفرماید، تخفیف بده به شما. و خلق الانسان ضعیف، این علت است، چون انسان ضعیف آفریده شده.
البته در امور دین رگ اضافه بکنید خوبه. انسان در امور دین ضعیف آفریده شده، در امور دنیا شما میبینید که انسان چقدر قوی است، چقدر تلاش داره، چقدر بیخوابی میکشد، خون میده، جان میده، خطرات را میخرد، تمام راحت و استراحت خودش را فدا میکند. برای چی؟ برای امور دنیا. اما در امور دین ضعیف، چون انسان فطرتا ضعیف آفریده شده، الله عزوجل این ضعف را در نظر گرفته و احکام را نازل فرموده. بنابراین این در وسط عرض کردم این 3 آیه را الله عزوجل به منظور چی بیان فرمود؟ به منظور تأکید بر تعمیل، یعنی به این احکام عمل کنید، تأکید فرمود. خدای تعالی خیر دنیا و آخرت شما را در نظر دارد. این احکام، تمام در این احکام حکمت است، خیر است برای شما. و ادامه اون احکام خدمت شما در اول سوره عرض کردم که در این سوره 14 تا حکم از احکام چی هستند؟ رعیت. 13 تا را خواندید، مختلف بودند. محرمات هم در اینها بود، حقوق هم در همینها بود، حقوق تمام اقشار، بحث میراث هم در همینها بود، حق یتیم هم در همینها بود، حق زن هم در همینها بود. و حالا الله عزوجل به صورت عام یک حکمی را بیان می فرماید. این تعمیم بعد از تخصیص است. در گذشته یک سری مالخواری ها و حرام خواری های خاص را یادآوری کردم، مثلا حق یتیم را، مال یتیم را نخورید، مال ارث را نخورید. اینجا الله تعالی مطلقاً اون مالی که انسان از طریق نامشروع، از طریق حرام به دست میارد، چه این مال به صورت کلاهبرداری باشه، خداع، فریب دادن، چه به صورت غصب باشه، چه به صورت دزدی باشه، چه به صورت ربا باشه، چه به صورت رشوه باشه، تمام صورتهای نامشروع را، ناجائز را این در بر میگیرد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید شما مال همدیگر را بین خودتون از طریق باطل، یعنی طریق ناجائز. طریق ناجائز شریعت همه را مشخص کرده، طرق جائز و طرق ناجائز. لذا طرق ناجائز را اینجا باطل می فرماید. از طرق باطل نخورید، الا ان تکون، مگر یک طریق از صورتهای جائز را بیان می فرماید، مگر باشد تجارتی که عن تراض بین منکم، عن تراض منکم، با رضایت بین شما. تراز باب تفاعل هست، رضایت دو طرف را می طلبد. تجارت باشد، هبه باشد، بخشش باشد، بالاخره اینها تمام در اینها ترازی هست. به این صورت مال هم دیگر را میتونی بخورید، بغیر از این صورت بقیه صورت ها ناجائز هستند. و خوردن مال گاهی منجر به درگیری میشه. ما و شما میبینیم در این دور، در این زمان، اکثر درگیری ها، اکثر قتل نفس به خاطر اختلافات مالیه، به خاطر همین 3 تا زا که معروف هست، زن، زر، زمین، خاطر این هاست اختلاف روی بالاخره مسائل ازدواج هست، یا زمین هست، یا زر و پول هست، طلا و نقره هست. ولا تقتلوا انفسکم به همین مناسبت گفته شده، یعنی خودتون هم دیگر را نکشید. حالا بعضی میفرمایند که قتل نفس به این معنی هست که با ارتکاب گناهان موجب هلاکت خودتون نشوید. ای لا تهلكوا انفسکم به ارتکاب الآثام، به ارتکاب معاصی خودتون را نکشید. که اکل الاموال بالباطل و غیره من المعاصی التي تستحقون بها العقاب. لذا
مثل معاصی، مثل خوردن مال همدیگر از طریق باطل که این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به هلاکت میشه. هلاکت چون تبدیل به عذاب میشه. و بعضی میگن نه، وقتی که اختلاف مالی بشه بعدا نوبت به قتل نفس هم میرسه. بعد از خوردن مال باطل از طریق باطل، ولا تقتلوا انفسکم را ذکر، چون اینها با هم دیگه چی دارن؟ ارتباط دارن. ان الله کان بکم رحیما. الله عزوجل در پایان این احکامی که مربوط به چی هستند؟ به رعیت هستند. در پایان اینها می فرماید خداوند نسبت به شما بسیار مهربان است. مهربان است. احکام مهربانانه برای شما نازل می کند که اگر شما این احکام را، این دستورات را در زندگیتون بجا بیاوری، زندگی بسیار شاد و راحتی خواهید داشت. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما. هر کسی این کار را بکند، بحث قتل بود آخر، نه همدیگر را نه. هر کسی دیگری را بکشد از روی تعدی و ظلم، بر او تعدی بکند، بر او ظلم بکند، فسوف نصلیه نارا. این جزای اخرویش هست. جزای دنیویش را شما در سوره مائده میخوانید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، یا در سوره بقره خواندی کتب علیکم القصاص فی القتلى. جزای دنیوی هم داره، جزای اخروی هم داره. اخرویش چیه؟ فسوف نصلیه نارا، ان قریب یعنی بعد از مرگ ما را در آتش داخل میکنیم. و کان ذلک علی الله یسیرا. این بر خدا آسان است. پس ببین اینا هم انزجار از گناه و تشویق به سوی ارز کنم تقوا، اجتناب از گناه است. لذا بعد از این الله تعالی تشویق می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. از کبائری که شما باز داشته می شوید، معنیش اینه که انسان جایز الخطا هست، انسان ممکن الخطا. جایز الخطا به معنی چی؟ ممکن الخطا، یعنی اشتباهات کوچک کوچک از انسان امکانش هست. انسان در وهله اول تلاش بکند که از کبائر دوری کند. الله تعالی اینجا نوید میده که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، اگر شما اجتناب کنید از کبائری که شما باز داشته میشوید از آن، اگر اجتناب کنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما کفاره میکنیم از شما سیئات شما، یعنی تمام بدیهای را شما را پاک میکنیم. و ندخلکم مدخلا کریما، و شما را داخل میکنیم در یک جایگاه معزز. مدخل یعنی جایگاه معزز، یک جای خوب که در جنت هست، یک مقام خوب. عنایت داشته باشید که اینجا الله عزوجل بیان فرمود که شما از کبائر اجتناب کنید. صغائر از انسان انجام میگیرد، باز از همه توبه لازم هست، اما صغائر را خداوند عزوجل به راحت میبخشد، با توبه میبخشد، با نیکی میبخشد، با وضوی میبخشد، با آمدن به سوی نماز میبخشد، با خیلی از کارها و حرکات مثبت شما صغائر را خداوند چی میکند؟ معاف میکند. قبلا خدمت شما عرض کردم که گناهان کبیره تعریفش چیه؟ اولا ببینید در قرآن کریم برای گناه و اشتباهاتی که انسان انجام میده 4 واژه به کار برده شده. یک، معصیت، معاصی در قرآن و سنت، در شرع. معصیت در مقابلش طاعت است. در مقابل معصیت چیه؟ طاعت است. دوم
سیئات به کار برده شده. سیئه در مقابل سیئه چیه؟ حسنه هست. سوم خطیئه، خطایا که جمعش خطایا است. خطیئه استفاده شده در مقابل خطیئه و خطایا چیه؟ ثواب هست. راه ثواب بالصاد، راه درست. و چهارم کلمه ذنب، ذنوب به کار برده شده که ذنب و ذنوب مقابلی ندارد. حالا این چهار چیزی که ذکر شده، علما میفرماید از این چهار چیز فقط معصیت کبیره هست. معصیت چیه؟ کبیره هست. بقیه ذنب به صغایر گفته میشه، سیئه هم به صغایر، البته در بعضی جا سیئه به شرک هم گفته میشه. البته سیئه یک کلی مشکک هست، از کوچک تا بزرگ، از شرک گرفته بیاد تا پایین. و عرض کنم که خطیئه هم به صغایر گفته میشه. اینها حتی با نیکی ها هم از بین میره. ما میخوانیم ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات هستن که حتی سیئات را از بین میبرند. بنابراین معصیت فقط کبیره هست. حالا بعضی دیگه میگوین، این اقوال را قبلا هم خدمت شما گفتم که این صغیره و کبیره، این واژه این اضافی است، یعنی نسبت به همدیگه صغایر و کبایر. مثال 4 تا برادر خدمت شما عرض کردم، 4 برادر هستند. حالا اون اولی بزرگتر است، این آخری کوچکتر است. اون بزرگه را نمیگن کوچک، این آخری را نمیگن بزرگ. اما 2 تا که در وسطن، هم بزرگند هم کوچک، هم کبیرند هم صغیرند. نسبت به ما تحتش کبیره، نسبت به ما فوقش صغیره. پس گناهان کبیره و صغیرهشان نسبت به چیه؟ ما تحت. بسیاری این گفتند هر چی که خلاف دستور خداست گناه کبیره هست، اما امکان داره نسبت به اون دیگری چیه؟ صغیره باشد. بعضی دیگه میگوین نه، چون اینجا خداوند فرموده ان تجتنبوا کبائر، گناهان کبیره به اون گناهانی گفته میشه که در قرآن و سنت نسبت به اونها وعید آمده. عذاب، جهنم، لعنت، نفرین، عرض کنم کلمات شدید. مثلا در رابطه با قتل نفس چی میاد؟ که فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه. درباره ربا چی میاد؟ واتقوا النار التي اعدت للكافرین. بعد از همین لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه آمده، نه؟ یا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. درباره خوردن مال یتیم چی میاد؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، آتش جهنم. پس اون گناهان یا دروغ علی لعنت الله علی الكاذبین. در قرآن و سنت نسبت به هر گناهی که وعید آمده، وعید عذاب، وعید گرفتاری، وعید مؤاخذه، لعنت، نفرین، اینا کبایر هستند. اگر این وعید نیامده اون وقت اونها چی هستند؟ صغایر هستند. بعضی ها این را ذکر کردن. روایتی از ابن عباس رضی الله عنهما هست، تفسیر جلالین در تفسیرش آورده که کبائر 700 تا هستن. گناهان کبیر چند تا هستن؟ 700 تا. بسیاری از بزرگان ما علما سعی کردن که کبائر را در کتابها جمع‌آوری کنه. خیلی کتاب نوشته شده. علامه ابن حجر هیثمی کتاب نوشته الزواجر عن ارتکاب الکبائر که در این کتاب گناهان کبیره را برشمرده.
و جمع‌آوری کرده. لذا بررسی کردند قرآن را، سنت را، اونهایی که جز کبائر هستند اونها را جمع‌آوری کردند. در بعضی احادیث کبائر ذکر شدن، صراحتاً ذکر شدن. مثلا این حدیث معروفی است، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناهی که مهلکات هستند، انسان را هلاک میکنن، نابود میکنن، از بین میبرند، از اینها دوری کنید. این 7 گناه که رسول الله برشمردن چی هست؟ شرک هست، سحر هست، جادو، سوم قتل نفس هست، نفسی که خدا کشتنش را حرام قرار داده، چهارم ربا هست، سودخواری هست، پنجم خوردن مال یتیم هست، ششم التولی یوم الزحف، یعنی روزی که با دشمن روبرو میشید اون روز باعث تضعیف مسلمانان کسی بشه فرار بکنه، پشت به دشمن بده. هفتم قذف محصنه هست، یک زنی که پاک دامن بیخبر است او را تهمت زدن هست. خب اینها کبائری هستند که اینها مهلکات گفته شدند، موبقات گفته شدند، در احادیث آمدند. لذا از گناهان کبیره الله عزوجل میفرماید شما اجتناب بکنید. تمام این دستوراتی که ما در گذشته خواندیم که شما اینها را انجام بدید و غیر اینها را انجام ندید، یا منهیاتی که آمد انجام ندید، اینا تمام کبایر هستند. حالا بعد از این احکام الله میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر از اون کبائری که شما بازداشته میشوید شما اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات یعنی جزای سیئات را از شما کفاره میگردانیم، و ندخلکم مدخلا کریما، شما را به جایگاه معززی داخل میکنیم، یعنی مقام عالیه و رتبه بالایی در بهشت به شما عطا میکنیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. در این آیه الله عزوجل تذکر داده نسبت به بعضی که اونها فضائل وهابیه دیگران را آرزو میکنن. ببینید فضائلی که الله تعالی به بندگانش میده، فضائلی که ماها داریم، دو نوع هستن، یکی فضائل کسبیه، یکی فضائل وهابیه. بعضی جایگاه ها هستند که انسان با کسب به دست آورده. خب اینها را انسان تمنا بکند حتما پس از تمنا طلب هم میکند، تلاش هم میکند. یک عالم بزرگی هست، شما تمنا میکنید شما هم عالم بزرگی باشید، خوب درس میخوانید. یک ولی خدا، دوست خدا است، شما هم تمنا میکنید، لذا شب و روز نماز میخوانید، تلاوت میکنید، نماز شب میخوانید، روزه میگیرید، نیکی ها را انجام میدید. در مباحث که کسبیه هستند انسان تمنا بکند به اون جاها برسد، اشکالی ندارد. اما بعضی از فضائل فضائل وهابیه هستند، خدا بخشیده با کسب ما ربطی ندارند، اینها را انسان درست نیست که تمنا بکند. مثلا یک مرد میبینه فضائلی، یک سری اجوری برای زن هاست، بگه کاش من زن بودم. یا یک زن میبینه که مردها در میدان جهاد هستند و مردها در جاهای عرض کنم مهم و حساس هستند، تمنا بکنند که کاش ما مرد بودیم. خدای عزوجل تقسیمی که کرده حکمت را بهتر میداند. یا مثلا باب میراث بعضی ربط میدن، میگن چین در گذشته بحث میراث بود و در ادامه هم الرجال قوامون علی النساء آمده، بعضی میگن اینجا ربطش میدن، اینجا و گذشته که مثلا به زن نصف مرد از نظر ارث میرسه، حالا تمنا بکند که کاش ما مرد بودیم. نه، تقسیماتی که الله عزوجل انجام داده بر اساس این تقسیمات اونایی که وهابی هستن نه کسبی، اینها را تمنا نکنید. هرچی که رب برای شما راضی شده به اون راضی بشید. هرچی که الله برای شما فیصله کرده، خیلی چیزها هستند، فضائلی هستند که مردها دارند
مردها همین سرپرستی خانه را دارند، مردها منبع درآمد هستند، مردها در جهاد و کارهای سخت پیشا پیش هستند. بالاخره زنها تمنا نکنند مثل مردها باشند. باز کارهایی که زنها انجام میدن، خیلی کارهایی که زنها انجام میدن مردها نمیتونن انجام بدن. مثلا در تربیت اولاد و ساختن مصلحین، تربیت مصلحین، مرد اونجا نقش آنچنانی ندارد، بیشتر نقش زن هست. یا همین که فرزند به دنیا می آورد. به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما می فرماید که الله عزوجل بشر را داره روز به روز بیشتر میکنه، جمعیت را بیشتر میکنه و این کار را زنها داره میگیره. یعنی این کار را به وسیله زنها الله انجام میده. برای اینکه اولاد بیارن زن چقدر سختی میکشه، چه مراحل سختی را طی میکنه. قرآن میگه حملته امه کرها و وضعته کرها، با چه سختی به حملش میکنه، با چه سختی وضع حملش میکنه. لذا اینا فضائل هستند، اینها باعث رفع درجات هستند. خدای تعالی چنین کار نسبتا مشکلی که گاهی زن تلف میشه، گاهی جان میده. اکثر مریضی های زنها و مشکلات زنها از همین بابت هستند که این سختی ها را تحمل میکنند. زنهایی که اولاد بیشتر آورده، اون زنها از نظر بنیه ضعیفتر هستند. این زنها از نظر استخوان بندی و پوکی استخوان و از نظر از بین رفتن صحت و شرایط جسمی خیلی ضعیفتر هستند. حالا اینها یه سری فضائلی هستند، فضائل وهابیه. به هر کس خدا داده او راضی بشه، قانع بشه به تقسیم ربش. لذا این را الله تعالی می فرماید ولا تتمنوا، شما تمنا نکنید ما فضل الله به بعضکم علی بعض، اون چیزی که الله فضیلت داده به وسیله اون بعضی را بر بعضی. للرجال نصیب مما اکتسبوا، اینجا اشاره هست که به فضائل وهابیه نچسبید، به فضائل کسبیه بچسبید. زن و مرد بیان رقابت داشته باشند در تلاوت کردن، در نماز خواندن، در روزه گرفتن، در صدقه دادن، در اون کارهایی که هر دو میتونند کسب بکنند. برای مردان هست سهمی از آن چیزی که کسب میکنند، وللنساء نصیب مما اکتسبن، و برای زنها سهمی از آن چیزی که اونها کسب میکنند. یعنی اگر به فکر برتری هستید، این جایزه مرد بگه من از زن افضلتر بشم، زن بگه من از مرد افضلتر بشم، چون فضیلت با مرد بودن و زن بودن نیست. فضیلت با چی هست؟ با تقواست، با خدا بودن است، با انجام طاعات و عبادات هست، با اجتناب از معاصی هست. هر که بیشتر اجتناب میکنه، هر که بیشتر تقوا را در نظر میگیره، چه آقا باشه چه خانم، او افضل تره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس معنای این آیه این هست که اگر به فکر برتری هستید، توی مرد میخوای از زن بهتر باشی یا زن میخواد که از مرد بهتر باشه، چیکار کنید؟ بیاد به طرف فضائل کسبیه، اون مسائلی که کسب میشه. لذا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. و بعدا وقتی که در حال تلاش هستید، در حال کسب هستید، از خدای عزوجل هم فضلش را بخواید. واسأل الله من فضله، یعنی از خداوند فضائل وهابی هم را با کسب بخواید. بسیاری از فضائل وهابی هستند. الله هبه می فرماید ان الله کان علی کل شیء شهیدا. الله تعالی بر هر چیز گواه است. تلاش شما را، کوشش شما را، کسب شما را می بیند، ملاحظه می کند. ان الله کان بكل شیء علیما. الله عزوجل نسبت به همه چیز علیم هست، آگاه هست، دانا هست بندگان چه تلاش های می کنند. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. الله عزوجل در ارتباط با
میراث اینجا میفرماید، چون بعضی از این تمناهایی که بعضی داشتند خدمت شما عرض کردم، اشاره کردم که بعضی ها میگفتند چون به اون قشر بیشتر میرسه کاش ما اون بودیم. مثلا زن میگه کاش من مرد بودم که به من هم 2 برابر میرسید. الله تعالی در اینجا در رابطه با میراث صحبت میفرماید که ولکل جعلنا، برای هر یکی قرار دادیم ما موالی. مولا از معناهای زیادی در اینجا به معنی وارث است. وارثانی که وارث میشوند مما ترک الوالدان والاقربون، از اون مالی که ترک میکنن پدر و مادر یا بقیه خویشاوندان. خب خیلی ها وارث میشن. ببینید قبلا در صدر اسلام یک حکمی بود به نام عقد موالات. عقد موالات اینه که 2 نفر با هم دیگه عقد برادری میبندند. رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات ایجاد کردن، برادری ایجاد کردن بین مهاجرین و انصار. این مهاجر با این انصاری برادر، اینا با هم دیگه زندگی میکردن، با هم دیگه کار میکردن، با هم دیگه میخوردند. یکی بازار میرفت، یکی سر زمین و کشاورزی میرفت، باغ میرفت. بالاخره هر چی بود شب با هم میخوردن. یا یکی میرفت کار میکرد، یکی در محضر رسول الله حاضر میشد. شب با هم جمع میشدن، اون چی که از رسول الله یاد گرفته بود به او یاد میداد، اون چی که اون یکی کسب کرده بود به این غذا میداد. بالاخره با هم بودن، چه کارهای دینی چه کارهای دنیوی. اینها این مواخات بود، این برادری بود. و در ابتدا این عقد مواخات و این موالات به اندازه قوی بود که از همدیگه ارث هم می بردند. اگر این برادر انصاری می مرد یا این برادر مهاجر می مرد، وارثش همون انصاری بود. اون برادر دیگرش که در مکه بود یا پدرش که مسلمان نشده، او ارث نمی برد. همین برادر مسلمانش از او چی می برد؟ ارث می برد. ابتدا این بود. بعداً اسلام وقتی که گسترش یافت و بقیه هم آمدن در اسلام داخل شدند، حالا در میان اعضای خانواده کسی که کافر باشه مشرک باشه نبود یا خیلی کم بود، نادر بود. بعد از این اون حکم منسوخ شد، اینکه برادر دینی از برادر دینی ارث ببرد اون چی شد؟ منسوخ شد. برادر نسبی ارث می برد. این آیه ناسخ است. این آیه میگه که اون چیزی که پدر و مادر ترک میکنند یا بقیه اعضای خانواده ترک میکنند، هر یکی ما برایشون وارث تعیین کردیم. وارثش کی؟ همون وارث اصلی، فرزندش، برادر حقیقیش. خب اینهایی که با اونها عقد موالات بستید، اینها حکمشون چی میشه؟ الله میفرماید که فآتوهم نصیبهم، سهم اونها را هم بدید. سهم اونها چیه؟ سهم اونها با اونها محبت کردن هست، سهم اونها نسبت به اونها وفادار بودن هست، سهم اونها حتی وصیت کردن در حق اونها هست. وصیت درسته، اونها دیگه وارث نیستند، اونها وارث نیستند. کسی میتونه بگه که این برادر من، برادر دینی من در تمام زندگی در کنارم بود، بعد از من این بخش از مالم، 1/4 مالم را به این بدهید. اینم میشه فآتوهم نصیبهم. پس نصیبهم من النصر والامداد والوصیت و غیرها، هر چی که سهمش هست که خدا مشروع کرده. لذا ولکل جعلنا موالیه. اینجا ابن عباس هم میفرماید، اخرجها البخاری و ابو داود عن ابن عباس انه قال في الآية كان المهاجرون لما قدم المدينة يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحمه. مهاجر انصاری يرث المهاجر الانصاریه، مهاجر از انصاری ارث می برد و بالعکس انصاری از مهاجر ارث می برد. بقیه خویشاوندانش نه، ارث نمی بردن.
چرا؟ للاخوة التي آخى النبی صلی الله علیه وسلم بینهم، به خاطر اون برادری که رسول الله بینشان ایجاد کرد. بعدن اون الان اون آیش در قرآن نیست، اون عقد موالات، اون که از همدیگه ارث میبرند. فنزلت، بعدا نازل شد چی؟ این آیه ولکل جعلنا موالی، نسخت. اون کسی که بالاخره قبلا ارث می بود منسوخ شد، اون برادر دینی. اینجا که خدا میفرماید در ادامه همین هست فآتوهم نصیبهم، میفرماید که نصیبشون چی است؟ من النصر والوفادة والنصیحة وقد ذهب المیراث و یوصى له، میراث دیگه نیست، وصیت میشه برش کرد. پس فآتو نصیبهم همین ها هستند. الله میفرماید ولکل جعلنا، برای هر یکی ما قرار دادیم وارثانی از آنچه که ترک میکنن پدر و مادر و خویشاوندان. والذین عقدت ایمانکم، آنهایی که شما با اونها عقد بستید، تعهد دارید با اونها، تعهد برادری. فآتوهم نصیبهم، نصیبشون را بدید. نصیبشون چیه؟ من النصر والنصیحة والوفادة وغیرها. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، همانا الله تعالی بر هر چیزی گواه است. خب در آیات گذشته ما تمام حقوق را خواندیم، زن حق داره، مرد حق داره و دستورات خدا را نسبت به حقوق همدیگه 14 تا حکم خواندیم. در اینجا ما میخوانیم که مجری، مدیر، سرپرست مرد هست. الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرستند بر زنان. مردان بر زنان چی هستند؟ الله عزوجل مرد را به عنوان قیم، به عنوان سرپرست و به عنوان کارگزار در خانه، یا به تعبیری مدیر یا به تعبیری حاکم در خانه تعیین کرده. چرا اش را ما میخوانیم؟ اما این نکته را من تاکید بکنم، از این نوع آیات بسیاری از دشمنان قرآن و دشمنان دین اسلام سوء استفاده می کنند و بعضی از مسلمانان هم نمیدونن فضیلت مرد را از این ثابت می کنند. ببینید فضیلت داره، مرد بر زن داره، زن بر مردم داره. زن بر مرد داره، مرد بر زن داره. بما فضل الله بعضهم على بعض، بعضی را بر بعضی فضیلت داد. اشاره کردم خیلی جا هستن که مرد فضیلت داره، خیلی جا هست که زن فضیلت داره. اما این سرپرستی، ریاست، مدیریت که به مرد داده میشه، این دلیل فضیلتش نیست. امکان داره اون زن از نظر فضل که در اون خانه هست و زیر نظر این مرد است، زیر سرپرستی این مرد است، اون زن فضیلتش، جایگاهش خیلی بیشتر از این مرد باشه، پیش خدا عزتش بیشتر از این مرد باشه. اما مرد را که خدای عزوجل حاکم کرده به دو دلیل، این دوتا دلیلش را هم میخوانیم. بنابراین سرپرست به معنای فضیلت نیست. الان ما در یک مجموعه هستن 100 نفر کار میکنن، یک نفر را ما میذاریم رئیس، مدیر. در میان 100 تا دانش آموز یکی هست مبصر کلاس. خب حالا این بنابر بعضی از ویژگی ها انسان در نظر میگیره، معنیش این نیست که این از همه بهتر است. مسئولیتی، سرپرستی که گذاشته بشه اون به معنای افضلتر نیست و در واقع این به دوش او مسئولیتی گذاشتن است. اینجا هم به دوش مرد مسئولیت گذاشتن از کسی که مسئول قرار بگیرد، این دلیل افضلیتش نیست. دلیل چیه؟ دلیل قوتی هست. یک سری بالاخره ویژگی های خدا به مرد داده
اگر روی اون ویژگی ها کسی اعتراض بکنه العیاذ بالله اون اعتراض روی خلقت خداوند است. خدای تعالی مرد را با یک خواص خاصی آفریده، زن را با خواص دیگری آفریده، چون اهداف خلقت مرد و اهداف خلقت زن چی داره؟ تفاوت داره. مثلا مرد برای کارهای بیرون خانه چون که ظرفیتش بالاتر است، تحملش بالاتر است، سختتر هست، قویتر هست، از نظر جسمی کی میتونه این کار بکنه؟ از نظر جسمی مرد قوی تر است. زن را الله عزوجل ظریفتر و ضعیفتر آفریده. اون ظرافتی که زن داره مرد نداره، اون ضعفی که زن داره مرد نداره. الان بعضی جا شاید برعکس هم باشه ولی عموما اینطوره. از نظر قوه استدلال، صحبت کردن، بحث کردن، خب مرد قوی تر است. زن قوت بیانش نسبت به مرد چیه؟ ضعیفتر است. خب پس کارهای سخت به عهده مرد گذاشته شده. الله عزوجل همین را بیان می فرماید که مردها سرپرستند یا حاکمند یا قیمند بر زنها، بما فضل الله بعضهم على بعض، به سبب اینکه خداوند فضیلت داده بعضی رو بر بعضی. بعضی فضائل در مرد هستند که اونا در زن نیستن، خب به اون دلیل مرد سرپرسته. بعضی باز فضائل در زن هستند که در مرد نیستند. همین که عرض کردم سختی که زن میکشه برای مخلوق خدا، برای ادامه نسل انسان، مرد اون سختی را ندارد، مرد اون مشکلات را ندارد. به همین خاطر به فرزند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که یا رسول الله حقدارترین کسی که من نسبت به او احسان کنم و خدمتش بکنم کیه؟ فرمود مادرت. گفت بعد از اون فرمود مادرت. گفت بعد از اون فرمود مادرت. اینا تمام فضیلتی چیه؟ زن هست. گفت بعد از اون فرمود پدرت. اونجا نگاه میکنی زن را خدا به اون فضیلت داده. خب و بما انفقوا من اموالهم، این دلیل دوم هست که خرج خانه بر چی هست؟ بر مرد هست. حالا گاهی اینطور میشه که مثلا هم مرد درآمدی داره هم زن درآمدی داره. خیلی وقتا اتفاق میفته هم مرد کارمنده هم زن کارمنده، هم مرد حقوق میگیره هم زن حقوق میگیره. اما خرج خانه به مرد است، نمیتونه به زن بگه چون تو هم حقوق بگیر هستی تو هم باید پولت را بیاری خرج بکنی. خداوند تعیین کرده. الان این کسی نمیتونه بگه که این تبعیض است نسبت به مرد. نه، مرد را که سرپرست قرار داده وظیفهش هست. مرد نمیتونه تو خونه بشینه بگه که من نمیتونم کار بکنم، نه باید کار بکنه، فرض و واجب بر اون نفقه زن. ولی زن نه، زن میتونه بگه من نمیرم بیرون کار نمیکنم، من تو خونه میشینم. پس این تبعیض نیست، این تقسیم کاره. در این کار الان وظیفه مرد هست که و بما انفقوا من اموالهم، به سبب اینکه مردها چی خرج میکنه از اموالش. اینا وظیفه مرده. وظیفه زن چیه؟ فالصالحات، تعیین فرای زن. زنهای صالحه این مبتداست. قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، اونا تابع هستند، تابع مرد و حفاظت کننده للغیب ای فی الغیب، در غیاب مرد بما حفظ الله، یعنی به سبب آنچه که خدا حفظ کرده یا خدا توفیق حفظ داده او را، اون چیزها را باید حفظ کنند. اونها چی هستند؟ مال مرد را باید حفظ کنند، آبروی مرد را حفظ کنند و عفتی که خدا داده به اونها حفظ کنند. یحفظن انفسهن و فروجهن فی حالت غیبت ازواجهن. لذا
و بما حفظ الله، بعضی گفته این با سببی است، ما مسئله به حفظی تعالی ایام، به برکت حفظ که خدا اونها را حفاظت کرده. اما اگر زن از این قانون اطاعت نکند، اون وقت به مرد خداوند فرموده چند مرحله را طی کند. واللاتی تخافون نشوزهن، اون زنهایی که شما میترسید از نشوز و نافرمانی اونها میگن نه ما انجام نمیدیم وظیفه خودمون را، وظایفی که در خانه به اونها هست اون وظایف را انجام نمیدند. بالاخره یکی همین قانتات هست، تابع مرد نیست و ناشزه هست و اون چیزی که میگه حفاظت کن نمیکنه، از خانه بیرون میره، یا اموری که مربوط به او هست. بعضی امور عرفی هست اما بعضی شرعی هستند. مسائل شرعی را انجام نمیده، چند مرحله خداوند به مرد میگه فعظوهن، اونها را نصیحت بکنید. این اول توجیه بکنید، نصیحت بکنید، برای زندگی ما خوب نیست، زندگی خراب بشه، کار خوبی نیست، متلاشی میشه، سرگردان میشیم ما شما. بسیاری هستند که موعظه کارسازه، مؤثره، مشکل حل میشه، اما بعضی ها متوجه نمیشن. مرد باید بیشتر ناراحتی خودش را نشان بده. واهجروهن فی المضاجع، در رخت خوابها اونها را ترک کنید. ترک کنید به معنای بیرون کردن از خانه نیست، بعضی این را فهمیده، این غلطه. یا خود مرد ترک کنه خانه را، بره قهر بکنه، به این معنی هم نیست، بلکه جدا کردن رخت خواب هست. یعنی داره بهش نشان میده ناراحتیش را که تو داری به اندازه مرا ناراحت میکنی که تمایل کم میشه، بی رغبت دارم میشم. خب خیلی زنها که واقعا هدفی ندارند، برای خرابی زندگی راضی نیستند، همین کار برایشون کافیه. این باعث میشه که بیاند با هم دیگه سازگاری داشته باشند، با هم دیگه تفاهم کنند و زندگی شان را ادامه بدهند. و اگر این نشد وضربوهن، اونها را بزنید. ببین این ضرب در حدیث تشریحش آمده، منظور از ضرب نه ضرب شدید و حتی نه ضربی که از اون ضرب دردشون بیاد. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که ضرب مسواکی، بعضی ها بالاخره چنان ضرب میکنن و چنان میزنن مثل این که کسی را حد میزنن، مثل حد شلاق. اون ضرب مراد نیست، بلکه ضرب خفیف، یعنی انسان کمال ناراضگی خودش را نشان میده به اندازه ای که دست دارم بلند میکنم. خب معلوم میشه که دلش خیلی شکسته. بعضی ها بالاخره هستند که مرعوب میشن، متاثر میشن، به فکر میفتن که اصلاح بشه. اما اگر اینجا نشد، فإن اطعنکم، بعد از این مرحله اول یا دوم یا سوم شما را اطاعت کردن، فلا تبغوا علیهن سبیلا، شما دیگه بیشتر بهانه باز نباشید، بر اونها راه دیگه نطلبید و دنبال بهانه دیگه نباشید. ان الله کان علیا کبیرا، همان خداوند بسیار برتر و بزرگ است. همه اینها را که دستور میده الله عزوجل بر اساس اون کبریایی و علوی که دارد جایگاه. اما این این صورت کارساز نبودند، مفید نبودند. صورت چهارم متوجه ورثه هست، بقیه خویشاوندان هست و سرپرست های دو طرف هست، پدر هر دو تا، عموی هر دو، برادر بزرگ هر دو. و ان خفتم شقاق بینهما، اگر شما ورثه ترسیدید از اختلاف بین آنها، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، شما تعیین کنید، قائم کنید داوری از اهل مرد و یک داوری از اهل زن. دو نفر داور را تعیین کنید، دو نفر میانجیگر، فیصله کننده. الله عزوجل می فرماید اگر اینها اراده اصلاح داشته باشند، خیلی مهم است که اون حکمها افراد
خیرخواهی باشه. اینجا اشاره به این هست که افرادی که نیات خوب دارند اونها را تعیین کنید، افرادی که خیرخواه هستند تعیین کنید، اونهایی که بدخواه هستند و گاهی به هم میندازند اون افراد تند را تعیین نکنید. گاهی برای حل و فصل یک مسئله سعی میکنند در میان فامیل کسی را جلو بکنند که خشونت بیشتر داره، رعب بیشتری داره، زودتر عصبانی میشه، تند برخورد میکنه. خب چه بسا این کار را خراب میکنه. کسانی را قرآن اشاره میکنه تعیین کنید که اینها اراده اصلاح داشته باشند، در درون اونها نیت خوب باشه، نیت بد و نیت خانه خراب کردن نباشه. لذا الله می فرماید این یریدا اصلاحا، اگر آنها قصد اصلاح بکنن، آن دو تا حکم، آن دو داور، یوفق الله بینهما، الله بینشان موافقت ایجاد میکنه، نیت درست باشه. ان الله کان علیما خبیرا، همانا الله عزوجل علیم هست، علیم هست، همه احوال را علم دارد و با خبر هست از نیات، از خیرخواهی، از بدخواهی، از سوء نیت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله عزوجل در پایان این احکامی که بیان فرمودند بسیاری از احکام رعیت را در کنار هم بیان می فرمایند که بعضی از اینها حقوق الله هستند، بعضی حقوق العباد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت کنید و شریک نگیرید به الله هیچ چیزی را شریک پروردگار نگیرید. و دوم و بالوالدین احسانا، نسبت به والدین احسان کنید، نسبت به پدر و مادر نیکی کنید و نه تنها به پدر و مادر، و بذل قربا، نسبت به خویشاوندان، والیتاما، یتیمها، والمساکین، نسبت به مسکینها. منظور اینه که بندگان خوبی باشید، هم حقوق خدا را رعایت کنید و هم حقوق بندگان خدا را. این بندگان خدا چه پدر و مادر باشه، چه خویشاوند باشه، چه یتیم، چه مسکین، چه همسایه، چه رفیق سفر، چه همسر و خانم انسان که رفیقه حیات است. والجار ذی القربا، و همسایه‌ای که خویشاوند است. والجار الجنب، و همسایه‌ای که بیگانه هست. یک تفسیرش اینه که والجار ذی القربا، همسایه که چی هست؟ خویشاوند، پسرمویت همسایت هست. والجار جنب، جار همسایه که اجنبی هست، از یه فامیلی دیگه است ولی همسایه شماست، دیوار به دیوار شماست. این یک تفسیر. یک تفسیر دیگه اینه که والجار ذی القربا، همسایه‌ای که با شما متصل است، نزدیک خانه‌تون هست، قریب خانه‌تون است از نظر مکانی. والجار الجنوب، همسایه‌ای که با شما فاصله داره، 10 خونه ورتر است، تو همین محله شما زندگی میکنه. هر دو نوع همسایه حق داره، اینی که متصله و اونی که منفصله. والصاحب بالجنب، و همچنین اونی که در کنارت هست. اونی که در کنارت هست یعنی چه؟ بعضی میگویند که اونی که در کنار انسان هست همیشه همسر انسانه، خانم، همسر، یا برای زن شوهر، که شوهر میشه در کنار، حقی او را خوب ادا کن. و بعضی به معنای عام میگیرن اونی که در کنار تو هست، چه اون کسی که همیشه با تو زندگی میکنه، خانمت، یا اون کسی که در کنارت هست، در سفر علمی در کنارت هست، در مسافرت، در اتوبوس با هم نشستید، در هواپیما در کنار هم هستید، در قطار کنار هم هستید، یا یه جای رفتی برای درس، در اتاق هم اتاق تو هست. و صاحب بالجنب به او هم اطلاق میشه. بعضی گفتن کارمندانی که در یک دفتر با هم دیگه کار میکنن، در یک شرکت با هم دیگه کار میکنن، بالاخره همکار تو، همه اینها را شامل میشه. و صاحب بالجنب، اون کسی که در کنار تو هست، اون را هم چی بکن؟ یا همسایه تجاری تو هست، همیشه در مغازش در کنار مغازه تو، همه اونهایی که جنب تو هستند، کنار تو هستند، حق اونها را هم ادا بکن. گاهی
آدم تو مثلا در سفر رعایت نمیکنه، میگه خب این 4 ساعت با من هم سفره، 8 ساعت دوباره اصلا نمیبینمش. نبی و اخلاق خوبی نشان میده، در کنارش سیگار میکشه، در کنارش کارهایی میکنه که اون تنفرش او حقی داره. لذا همه اینها را قرآن توصیه میکنه که ما باید رعایت بکنیم. و ما ملکت ایمانک و ابن السبیل، همچنین مسافر بر مقیم حقی داره. آمده تو این شهر سرگردان، جای بلد نیست، دکتر میخواد بره، پول نیاز داره و هر کاری که داره، هر کسی که در وسع و توانش هست برایش انجام بده. این مسافران که در شهرهای ما میاند هم بر ما حق دارند. چقدر قرآن توصیه میکنه به همه امور کوچک و بزرگ. او ما ملکت ایمانکم، یا اونهایی که مالک اونها هستید، یعنی غلام ها و کنیز های شما، اونها هم حق دارند. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله عزوجل متکبر و بخیل را دوست نداره. چه نسبتی دارد؟ ببینید نسبت بسیار نزدیک و مهمی دارد. علما می نویسند، مفسرین می نویسند که این حقوقی که خدا بیان کردند، حق پدر، حق مادر، حق خویشاوند، حق یتیم، حق مسکین، حق همسایه، حق زن، فرزند، همکار، همسفر، هم اتاق، اینها را در صورتی میتونی رعایت کنی که 2 صفت در وجودت نباشد. یکی کبر نباشد، یکی بخل نباشد. یکی کبر نباشد، یکی بخل نباشد. لذا 2 صفت منفی را الله ذکر کرده که این 2 صفت نباشد در وجود شما. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، همانا الله عزوجل دوست ندارد هر اون انسانی که غرور دارد و فخر فروشی می کند. مختال قبلا خواندیم، یک تفسیرش اینه که تکبری که در درون انسان است، فخور تکبری که برون هست، ظاهر میکنه انسان، فخر میکنه دیگران بر خودش را بر دیگران. کسی که اینطور غرور و تکبر دارد، هم در دل و هم ظاهر، او دیگه کجا حقی را ادا میکنه؟ اون کجا دست پدر را میبوسد؟ اون کجا کفش مادر را جلوش میذاره؟ اون کجا میره نسبت به همسایه مهربانانه برخورد میکنه؟ اون دیگه مغروره. اون کجا رعایت همسفر میکنه، رعایت هم اتاق میکنه، رعایت همکار و هم شیفت میکنه؟ الله تعالی مغرور را دوست نداره. و بعد اینها با هم دیگه هم خانی دارن. الذین یبخلون، آنهایی که بخل میکنه، این صفت دوم هست. بخل خیلی خطرناک. و بعد این 2 صفت در اکثر افراد مشترک هستند، یعنی اونی که متکبر بخیل هم هست، اونی که بخیل متکبر هم هست. 2 صفتن ولی بیشتر یک جا دیده میشوند. اون مغرورهایی که الذین یبخلون، بخل میکنن، و یأمرون الناس بالبخل، مردم را هم امر به بخل میکنند، یعنی دیگران را هم تشویق به بخل میکنند. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و کتمان میکنند، مخفی کاری میکنند آنچه که الله به اونها داده از فضلش، آن چیزی که خدا داده کتمان میکنند. به این معنی مالی داده به هیچ که نشان نمیده، میترسه همه تمام میکنن. و بعضی میگه اینجا اشاره به بخل علمی هست، خدا بهش فضلی داده به مردم نمیگه، کسی دیگه فنش را یاد نگیره. بعضی ها هستند که خدای عزوجل به اونها یک مهارتی داده، یک فنی داده، از اونجا درآمدی داره. بعضی ها یه سری دواهایی درست میکنن، داروهای درست میکنن، ولی مخفیانه میگه کسی بلد نباشه که دیگران هم یاد میگیرن، بازار من خراب میشه. لذا الذين يبخلون و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اون چیزی که خدا به اونها از فضلش داده کتمان میکنن. و اعتدنا للکافرین عذاب مهین، بیشتر این صفات کافرین هستند. کفار دارای این مواصفات هستند. کفار بدرفتارن، کفار مغرور و متکبرن. الله میفرماید برای کافران یا برای چنین افراد ناسپاس،
ببین کافرین به معنی ناشاکر هم میشه، چون اینجا خدا میفرمه من فضل کردم، من عطا کردم، او میاد بخل میکنه. به چنین انسانهای ناسپاس خدا میفرمه برای اونها عذاب ذلتبار آماده کردیم. و همچنین اگر بخل میکنه خرج نمیکنه، اگر خرج میکنه نشان میده به مردم، منت هم میگذاره، ایمان نداره، یعنی انگیزه ایمانی و اخلاصی در درونش نیست. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، آنهایی که خرج میکنن مالهایشان را برای نشان دادن مردم، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، و ایمان ندارن به الله و به روز آخرت. این افراد کسانی هستند که شیطان درسشون میده، استادشون است. و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، هر اون انسانی که شیطان قرین و همراه او باشد، همدم او باشد، فساء قرینا، بسیار قرین بدی هست. و ماذا علیهم لو آمنوا، ببینید خداوند رفع موانع میفرماید. اصل این صفات نشأت میگیرد از کفر. حالا در میان بعضی از مسلمانان هم این صفات است، ولی اکثر کفار این صفات را دارند. کافر متکبر، اصلا نمیدونه تواضع یعنی چه، مغرور، بخیل، اصلا بلد نیست خرج کنه، و اگر خرج میکنه بر اساس یک سری احساسات درونی، دلش میسوزه، مثلا یک جا صحنه رو میبینه ولی به خاطر اینکه ثوابی برش باشه، انگیزه داشته باشه، نیست. پس تمام این صفات نشأت میگیرد و سرچشمه میگیرد از کفر. الله تعالی تشویق میکنه به ایمان. و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر، چه شده بر آنها، یعنی چرا ایمان نمی آورند؟ اگر ایمان بیاورند به خدا و روز آخرت چی میشه؟ و انفقوا مما رزقهم الله، و خرج کنن با اخلاص از آنچه که الله رزق داده. و کان الله بهم علیما، الله نسبت به اینها خوب علیم و داناست. و الله عزوجل اینجا ذکر می فرماید که اگر کسانی احسان کنند، خرج بکنند، خدا تعالی هم بهشون عوض میده. خدا بر هیچ که ظلم نمیکنه، خدا بر اساس اعمال انسان ها با اونها رفتار میکنه. تخویف اخروی هم در این است. ان الله لا یظلم مثقال ذره، همانا الله ظلم نمی کند، ستم نمی کند به اندازه یک مثقال. بعضی عرض کنم که ذره، اولا خدمت شما بگم، ذره شیء بسیار ریز را میگند. مثقال یک واحدی هست، یک عرض کنم وزنی هست، اما چون اون هم اندازه ای هست، این هم اندازه ای هست، مثقال را ترجمه میکنن اینجا به حد، به اندازه. ذره یعنی همون ریز، اصل ذره مورچه های بسیار ریز را میگویند که روی زمین راه میروند، یعنی به اندازه یک ذره، یعنی به اندازه بسیار ریزی هم خدای عزوجل ظلم نمی کند. و ان تک حسنة یضاعفها، اگر حسنه باشد، کار نیکی باشد، الله چند برابرش می کند. این احسان پروردگاره. و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، از جانب خودش اجر و پاداش بسیار عظیم عطا می کند. فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. این آخرین انتباه است، آخرین تذکر خدای تعالی می فرماید، همونطور که در آیت گذشته که اینها تمام نشأت میگیره این مفاسد از بی ایمانی. و ماذا علیهم لو آمنوا، چرا ایمان نمی آورند؟ و اگر کسی ایمان داشته نباشد و عمل داشته نباشد، روز قیامت محاسبه میشه. حتی روز قیامت انبیا می آیند و شاهد میشند، گواه میشند. هر پیغمبری میاد له یا علیه امت خودش گواهی میده، برای ما هم رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی میده. فکیف اذا جئنا، چگونه خواهد بود وقتی که ما می آوریم من کل امت بشهید، از هر امتی یک گواه، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما را ای رسول الله می آوریم بر این امت به عنوان گواه می آوریم، بر این امت به عنوان گواه می آوریم. بسیاری از اهل بدعت
از این آیه استدلال گرفتن، میگن حتما رسول الله حاضر و ناظر بر اعمال ماست. اگر نبود چطور فردا گواهی میده؟ کسی که خبر داشته نباشه از اعمال ما چطور گواهی میده؟ اصلش اینه که این آیه را حدیث توضیح داده، حدیث روشن فرموده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من روز قیامت برای امتم شفاعت می کنم، برای اونها گواهی می دهم، اونها را به سوی بهشت شفاعتشون را می کنم، اما یک گروه را می برم به سوی جهنم. من میگم اینها امت من هستند، اینها یاران من هستند، اصحابی اصحاب منند. میگویند که تو نمیدانی که بعد از تو اینها چه کار کردند. اشاره به مرتدین هست، همونهایی که در زمان رسول الله بودن، برای اونها حتی پیغمبر اظهار بی اطلاعی میکنه. بعدا میفرماید فاقول کما قال العبد الصالح، اون وقت من به خداوند خواهم گفت همان گونه که بنده صالح پروردگار عیسی گفت. چی گفت؟ و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. پس این گواهی پیغمبر گواهی هست بر اون مشاهداتش، نه بر چیزهایی که پیغمبر ندیده. حاضر و ناظر نیست، این حاضر و ناظر الله هست. انت علی کل شیء شهید. البته این هست که اعمال امت بر رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضه میشه. اعمال امت عرضه میشه به این معنی نیست که زید و عمرو و بکر و احمد و محمود همه این عمل احمد، به صورت اجمالی عرضه میشه، نه به صورت تفصیلی هر یکی جداگانه. بیان کیفیت اون روز الله می فرماید یومئذ یود الذین کفروا، در آن روز دوست دارن کسانی که کفر کردند، و عصوا الرسول، کسانی که نافرمانی رسول کردند، لو تسوا بهم الارض، لو مستریه هست یعنی برابری زمین به اونها را، این که برابر بشن با اونها زمین یعنی اونها در زمین دفن و خاک بشن. ولا یکتمون الله حدیثا، از الله کتمان نمی کنند هیچ سخنی، همه چیز برای الله عزوجل ظاهر میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. بخش اول سوره که درباره احکام رعیت بود تمام شد. بخش دوم سوره بعدا شروع میشه از ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، احکام سلطانیه، احکامی که مربوط به حاکم است انشاءالله میخوانیم. اما در وسط امور مصلحی را الله ذکر میفرماید. امر مصلح قبلا خواندیم، مثل امر نماز و نیکی ها، اینها معین هستن، ممد هستن برای انجام امور انتظامیه. اینجا خدای عزوجل در رابطه با نماز تذکری میده که وقتی که نماز میخوانید کاملا فارغ البال باشید، مشغول نشوید، حتی چیزی که ذهن شما را خراب بکنند مصرف نکنید. خب این مربوط به اوایل هست که شراب اون زمان حلال بود، شأن نزولش معروف هست که تعدادی از صحابه دعوت عبدالرحمن بن عوف بودند و اونجا مشروب آورده شد، شراب نوشیدند، هنوز حرام نشده بود و بعدا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه امامت کردند و در نماز سهو کردند، اشتباه خواندند، برعکس خواندند، لا اعبد را اعبدو خواندند. الله عزوجل اولین دستور را صادر فرمود که در حالت سکر نماز نخوانید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نشید. این مبالغه هست. و انتم سکارا، در حالی که شما نشه هستید، حتی تعلموا ما تقولون، حتی که شما بدانید چی میگویید. ولا جنوبا، و همچنین نزدیک نماز نشوید در حالی که جنابت دارید، ناپاک هستید. در نماز انسان با پاکی داخل بشه، پاک باشد. الا عابری سبیل،
این ولا جنوبا حتی تغتسلوا غایهش هست، نزدیک نماز نشوید حتی که غسل کنید. الا عابری سبیل، مگر مسافر اگر باشید. اگر مسافر باشد و انسان جنوب باشد، تا وقتی که به آبادی برسه، تا وقتی که به آبی برسه 4 تا نماز فوت شده، پس اونجا راهش تیمم هست، بعدن میاد. خب و این کنتم مرضا، این توضیح الا عابری سبیل هست. اگر شما مریض بودید، قادر به وضو گرفتن نیستید، او علی سفر، یا بر سفر بودید، همون الا عابری سبیل. او جاء احد منکم من الغائط، این او گفتم به معنی و هست. و جاء، آمد یکی از شما از وضوخانه، دستشویی. او لمستم النساء، یا زنها را دست زدید. لمس به معنی همخوابی هست، گفتم معنی کنایی هست. خب همه اینها را یا انسان بی وضو میشه، بی طهارت است، یا بی وضو هست، یا بدون غسل است. در تمام این صورت ها یا غسل لازمه یا وضو لازمه، ولی آب نیست. خب آب نیست تیمم. هر دو بی وضویی و ناپاکی را یک جا ذکر کرده، چون تیمم هر دو یکی هست. تیمم غسل اونطور که ابتدان حضرت عمار رضی الله تعالی عنه فهمیده بود و تو خاک ها می غلطید، اون نیست، بلکه همون 2 تا ضربه هست. لذا می فرماید که فلم تجدوا ماء، بعد از این مراحل نیافتید آب، فتیمموا صعیدا طیبا، شما قصد بکنید. از این فتیمموا معلوم میشه که نیت در تیمم شرطه. صعید طیب، صعید سطح زمین را میگویند که پاک باشد، یعنی از خاک زمین یا اون چیزی که از جنس خاک باشد. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، پس مس کنید چهرهایتون را و دستهایتون را. این تیمم است. ان الله کان عفوا غفورا، بدون شک خداوند هم بخشاینده و هم مهربان هست. پس راه حل تیمم هست و غیر از تیمم دیگه چیزی متصور نیست. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله. بعد از امر مصلح، الله عزوجل سرزنش می‌فرماید بسیاری از علمای دین فروش اهل کتاب را. اینها چیکار می‌کردند؟ چه فسادی، چه خباثتی داشتند؟ اینها از مردم پول می‌گرفتند، رشوه می‌گرفتند و احکام تورات را به نفع اونها تفسیر و توجیه می‌کردند. همونطور که خیلی از مردم امروز هم گاهی برایشون مشکل پیش میاد، از ملا میخواند که ملا بیاد و کلاه شرعی برایشون بذاره، یه چیزی بگیره راهی برایشون درست کنه. این بالاخره بدترین کار هست. بیاد و حرام را توجیه بکنه، بیاد ربا را توجیه بکنه، بیاد ندادن مال زکات را که نداده این را برایش توجیه بکنه، یک چیزی بگیره. در گذشته اسقاط میکردند، حیله اسقاط درست میکردند. اینا همه توجیهات هستند که علماء که دین فروش هستند و دنیا پرست و دنیا طلب هستند انجام میدهند. الله عزوجل نسبت به علماء اهل کتاب همین را میفرماید. قال الزجاج المعنی یأخذون الرشا، رشوه از مردم میگرفتند، و یحرفون التورات، تورات را تحریف میکردند. فالضلاله هو هذا التحریف. اینجا که میفرماید یشترون الضلاله، همین تحریف را میگه، کتاب خدا را تحریف کردن. الله میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. بدترین چیز اینه که انسان از روی کتاب خدا سوء استفاده بکند و مردم را فریب بدهد و پول از اونها بکشد.
از این را بیاد درآمد کسب کند. آیا دیدی اونهایی را که نصیبی از کتاب داده شدن، یشترون الضلاله، که میخرن گمراهی را در مقابل هدایت. گمراهی چیه؟ همین تحریف. و یریدون ان تضلوا السبیل، و میخوان شما از راه گمراه بشید. به شما هم سراغ نادرست میدهند. بسیاری از همین افراد خدمت شما عرض کردم که کارهای نامشروع را مشروع، کارهای حرام را جایز عنوان میکنن. میگن امروز مردم گرفتارن، باید درست کرد. والله اعلم باعدائکم، الله اینجا تسلی میده. الله میداند دشمنان شما را، اونهایی که دشمن شما هستند، دشمن دین شما هستند، دشمن شریعت شما هستند. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، الله کافی است از نظر حامی شما. الله بهترین حامی شما است و الله بهترین یاور و ناصر شما است. و کفا بالله نصیرا. خب من الذین، این بیان الذین یشترون الضلاله اوتوا نصیبا من الکتاب، اینا کی هستند؟ من بیانیه هست. من الذین هادو، از آنهایی که یهودی شدند، منظور علماء یهود، که یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات را لفظا یا معنی از مواضعش تغییر میدند. خدمت شما عرض بکنم که تحریف تورات و تحریف کتاب خدا در میان یهود و نصارا هر دو نوعش بود. علما نوشتن هم تحریف لفظی بود، هم تحریف معنوی بود. تحریف معنوی که فراوان، هر جا مطلبی که بود میگفتم منظور این نیست، منظور اینه، یک منظور از خود میتراشیدند، از خود اختراع میکردند. و تحریف لفظی هم الفاظ را هم جابجا میکردند. اما در قرآن کسی نتوانسته که تحریف لفظی بکنه. خداوند عزوجل قرآن را محفوظ فرموده. قرآن از صدر تا آخر کلماتش انشاءالله یک کلمش جابجا نمیشه. اما بسیاری تلاش کردن تحریف معنوی بکنند. اما علما چیکار کردند؟ علما جلوی این تحریف کنندگان را علمای حق گرفتند با تفسیر صحیح قرآن مجید، تفسیری که در پرتو آیات الهی باشد، در پرتو توضیح رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. خیلی از افرادی که اهل خرافات، اهل شرک، اهل بدعتند، این نوع تحریفات را میکنند. قبلا برای شما مثال ذکر کرده، همین امروز آیه خواندیم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما را ای محمد صلی الله علیه وسلم روز قیامت به عنوان گواه میاریم. میگه ببینید پیغمبر حاضر و ناظره، تمام اعمال ما را میبینه، تمام اعمال ما را مشاهده داره. این صفت خداست به پیغمبر دادن. و هو علی کل شیء شهید. لذا خبیر و بصیر الله عزوجل است، نه رسول الله. پس این صفت را از اینجا تحریف میکنه، به رسول الله صلی الله علیه وسلم میده صفت خدا را. این یک نوع انحرافی هست، این یک نوع گمراهی هست، در حالی که دلائل قرآن و سنت همه دال هستن بر این که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه حاضر است، نه گواه است، نه عالم الغیب هست. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر من غیب میدانستم همه خیر را برام جمع میکردم، هیچ سوئی ناگواری به من نمی رسید. دشمن در احد از پشت حمله نمی کرد، بهترین یاران من شهید نمی کرد. معنیش همین میشه، نه؟ پس این نوع تحریفات سعی میکنن بعضی ها داشته باشن، یا بعضی ها همونطور که عیسی را جزء خدا میدونند مسیحیان، بعضی درباره رسول الله مبالغه میکنند، میگویند که رسول الله هم جزئی از خداست، نور من نور الله.
حالا نور پیغمبر اگر به معنای نور هدایت گفته بشه گنجایشش هست، اما وقتی گفته بشه نه اصلا جنسش ظاهرش بشر است باطنش نیست، حقیقت بشری نیست، حقیقت نوری هست. خب آیه را چی کار میکنی؟ قل انما انا بشر مثلکم. توجیه میکنه میگه که اینجا مبتدا مقدر انما انا منم، بشر مثلکم، بشر اونه که مثل شما باشه، من نیستم بشر. معنیش اینه. این نوع تحریفات، لذا تحریف معنوی خیلی هستند که در قرآن میکنند، عقیده مردم را خراب میکنند، ولی تحریف لفظی نیست. اونجا ببین علماء یهود، دین فروش یهود کارشون همین بود، میگفتن که شما یحرفون الکلم، کلمات را تحریف میکردند عن مواضع از جایش، و یقولون، و میگفتن سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا. هر جا اینها سعی میکردند که نافرمانی بکنند، خلاف بگویم. مثلا صحابه میگفتن سمعنا، اینا میگفتن سمعنا و آهسته میگفتن عصینا، یا بلند میگفتن عصینا. معناش این بود که این کلمه ذو وجهین است، دو جنبه دارد. سمعنا یعنی یا رسول الله، ظاهرش اینه یا رسول الله حرف شما را میشنویم، عصینا شما را از شما گوش میکنیم، دیگران را نافرمانی میکنیم. اما یک معنی دیگرش اینه که حرف شما را گوش میکنیم، نافرمانی میکنیم. واسمع غیر مسمعین، واسمع غیر مسمعین هم ذو وجهین است. گوش کن، غیر مسمعین یعنی نشنوی. خب بعضی میگن که بد نبینی، بد نشنوی. اینا بظاهر همین نیت میکردن ولی دعای بد منظورشون بود. واسمع گوش کن حرف ما را، غیر مسمعین یعنی شنوا نباشی. و راعنا میگفتند، البته لیم به السنتهم، زبان خودشون را چی میکردن؟ کج میکردن. راعینا که از عرض کنم که به معنی چوپان باشد، یا اینکه از رعونت باشد، حماقت. منظور اینه که کلماتی میگفتند که ذو وجهین باشد و توهین میکردند، ظاهرش خوب، باطنش توهین است. و طعنا فی الدین، و در دین طعنه وارد میکردند. الله عزوجل میفرماید اینها هستند کسانی که یشترون الضلاله. اما الله تعالی همین افراد را هم ترغیب میده به سوی هدایت. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر آنان میگفتند سمعنا ما شنیدیم و اطعنا اطاعت میکنیم، بجای عصینا اطعنا میگفتند. واسمع، و بجای واسمع غیر مسمعین میگفتند واسمع حرف ما را گوش کن، و بجای راعنا میگفتند وانظرنا، یعنی کلماتی که سوء استفاده نمی کردند. لکان خیرا لهم و اقوم، بهتر بود برای اونها و فی نفسه راستر بود، اما نه، این کار را نکردند. ولکن لعنهم الله بکفرهم، اما الله عزوجل بسبب کفرشان آنها را لعنت و نفرین کرده. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس اینها ایمان نمی آورند مگر تعداد اندکی، تعداد اندکی. امید ایمان از اینها نیست. اما خداوند عزوجل باز هم همون تعداد اندک را ترغیب میده. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای کسانی که کتاب داده شدند، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، شما ایمان بیاورید به قرآن، ایمان بیاورید به ما نزلنا، به آن کتابی که ما نازل کردیم بر محمد صلی الله علیه و سلم. و مقتضی ایمان وجود داری، یعنی یک سری مسائل وجود داره که می طلبد ایمان بیاوری. مثلا مقتضی اول مصدقا لما معکم، در حالی که این کتاب تصدیق کننده آن کتابی هست که با شماست، تورات را تصدیق می کند. من قبل ان نطمس وجوها،
ایمان بیاورید قبل از اینکه ما شما را چی بکنیم؟ ما شما را مسخ بکنیم. ما شما را مسخ بکنیم. مثل دوستان شما در روز شنبه، اهل شنبه را چطور خدا مسخ کرد؟ اهل شنبه را چطور مسخ کرد؟ تبدیل به قرده و میمون. الله می فرماید من قبل ان نطمس وجوها. طمس میگویم محو کردن، پاک کردن، تخته کردن. چهره های شما را محو کنیم. یعنی بر چهره ما چی هست؟ چشم است، دهان است، بینی هست. اینا را الله تعالی می فرماید اینا را کلا مسخ بکنیم، محو بکنیم، پشت پیدا بکنیم، پشت سر شما چشم و گوش به شما بدیم. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. برگردانیم اونها را به پشت. یعنی بترسید که ما میتونیم شکلهای شما را به این شکل در بیاوریم. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. یا اینکه ما اونها را لعنت کنیم، ما اونها را نفرین کنیم همان گونه که ما لعنت کردیم اصحاب السبت را، کسانی که در روز شنبه شکار کردن تبدیل به میمونشان کردیم. و کان امر الله مفعولا. امر الهی شدنی هست. امر الهی و دستور خدا چیه؟ شدنی میشه. لذا بترسید، بر حذر باشید از شرک. ان الله لا یغفر. حالا بزرگترین چیزی که خدا را به خشم در می آورد و این نوع عذابها تهدید میکنه به این نوع عذابها، بزرگترین اونها شرک. چنان گناهی هست که خدا نمی بخشه. همین علمای اهل کتاب با وجود اینکه خودشون را عالم و ملا می دانستند شرک را مرتکب بودند. ان الله لا یغفر ان یشرک به. همانا الله نمی بخشد اینکه شریک گرفته بشه به آن. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. می بخشد غیر از این را برای هر کسی که بخواد. و من یشرک بالله. این علت چرا این را نمی بخشد؟ چون که هر کسی با خدا شریک میگیرد در ذات، در صفات، در عبادت، فقد افترا اثما عظیما. همانا این افترا گفت گناه بزرگی را افترا هست. یعنی کسی را با خدا شریک قرار میدی در حالی که هیچ شریک نیست. این افترا و گناه بزرگی است که اسم هم بزرگی هست. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. اینجا هم زجر بر همین اهل کتاب. جالب اینجاست که همین اهل کتاب با همین خباثت هایی که می داشتند، از یک طرف شرک، از یک طرف دوستان خدا را فرزند خدا قرار دادن، از یک طرف تحریف کتاب خدا، تغییر کتاب خدا، دین فروشی، در مقابل پول اندکی دین را فروختن و مردم را به سوی باطل و ناروا سوق دادن. هر کاری از کار دیگرش چیز سنگین تر. اما جالب اینه که با وجود این همه خباثت ها و این همه فساد ها، خودشون را کی می دونستند؟ خودشون را محبوب خدا، مقرب خدا، دوست خدا، فرزندان خدا. فرزندان خدا به معنی محبوبان خدا. چی میگفتن؟ میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه. ما محبوب خداییم، ما فرزند خداییم، ما دوست خداییم، اولیاء الله میدونستند. بعضی از ماها هم از یک طرف کارهای اشتباهی میکنیم، کارهای نادرست میکنیم، از یک طرف القاب چنان بلند و بالایی برای خودمون قائل هستیم و دوست داریم که همه ما را به همون القاب بگویند. ولی کامل، عارف کامل، شیخ کامل، بالاخره فلان کامل. همش این تعریف کردن، تمجید کردن، بالخصوص خود انسان برای خودش چنین چیزی بپسندد، این علامت سوء هست، علامت بدی هست. الله می فرماید الم تر الی الذین یزکون انفسهم
آیا دیدی آنهایی را که خودشون را تزکیه میکنن، نفسشون را تزکیه و پاک، میگه ما پاکیم، ما شستشو شده هستیم، ما تزکیه شده ایم، نحن ابناء الله و احباؤه بل الله یزکی من یشاء. این کمال نیست که تو خودت را پاک بدانی، خداست که کسی را تزکیه میکنه، کسی را که الله بخواد. ولا یظلمون فتیلا، و اینها مورد ظلم قرار نمیگیرن به اندازه یک فتیل، به اندازه یک فتیل. این فتیل در قرآن چند بار استفاده میشه؟ 3 تا واژه هستند که از بخشهای خسته خرما هستند. اینا را قرآن ذکر میکنه. یکی را شما خواندید، قطمیر، نقیر، فتیل. شما یه خسته خرما را در نظر بگیر، خرماش را میخوری خستهش میمانه. این خسته خرما یا هسته خرما، این روی خودش یک غلاف بسیار ظریفی دارد، پوش بسیار ظریفی دارد، پرده‌ای دارد که وقتی که شما اون پرده را از اون هسته یا خسته جدا کنید خیلی ظریف هست. تو دستتون یک بار بمالید اون چی میشه؟ اون از بین میره، پودر میشه. همون پرده را میگن چی؟ قطمیر میگن. اون پرده را قطمیر میگن. ما یملکون من قطمیر که شما خواندید، خداوند عزوجل درباره خدایان باطل و آلهه میگه اینها به اون اندازه هم مالک چیزی نیستن. و یکی دیگر نقیر، که نقیر را هم خواندی، همین هسته یا خسته خرما پشتش، اونجا که شکمش هست نه، پشتش یک سوراخکی دارد. اون سوراخ ریز و کوچولو چقدر آب توش جا میگیرد؟ یک قطره شاید 100 برابر اون سوراخ است، خیلی از قطره کوچکتر، 1/100 قطره. لذا اون را میگه نقیر. اذا لا یؤتون الناس نقیر. اگر خزانه خدا به دست اینها بود، مشرکین بود، به مردم به اندازه پوری اون هم چیزی نمیدادن. نقیر اون هست. و در شکم همین خسته خرما یک نخ مانندی هست، ضعیف هست مثل نخ، اون را میگن فتیل. اینها بالاخره مثال هایی هستند در حقارت، در قلت، در کم بودن. الله میفرماید اینها به اندازه اون فتیل هم مورد ظلم نمیشوند. اما انظر کیف یفترون علی الله الکذب. ببین چگونه افترا میگویند بر خدا دروغ را، بر خدا دروغ درست میکنند. همین علماء یهود افتراشون چی هست؟ تفسیر کبیر میگه اون چی که در قرآن شما خواندید، و افتراءهم علی الله هو قولهم نحن ابناء الله و احباؤه، این که خودشون را فرزندان خدا، محبوبان خدا میدانه، این افترا هست. یا که میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، اینا افترا هست، همه دروغن. ببین چگونه افترا میگویند. و کفا به اثم مبین. همین افترا از نظر گناه آشکار کافی است برایشون، همین افترا کافی است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. اینها همه زجر و سرزنش بر علماء سو و دین فروش اهل کتاب که هم حقیقت را کتمان می کردند، در مقابل کتمان حقیقت از مردم پول دریافت می کردند، برای مردم بر اساس هوای نفس فتوا صادر می کردند، و هم عرض کنم برای تایید مشرکان، به خاطر جلب حمایت مشرکان، برای تایید اونها گاهی بتهای اونها را هم چی می کردند؟ تایید می کردند. جریان کعب ابن اشرف را خدمت شما عرض کردم. کعب ابن اشرف یکی از علمای گنده یهود بود. این اصالتا از بنی تی بود، عرب بود، مادرش از بنو نظیر بود.
این کعب ابن اشرف همراه با جمعی به مکه رفت، میخواست که مشرکین را بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریک بکنه بعد از جنگ بدر. اونجا رفت و گفت که باید ما به فکر این مسلمانان جلوگیری دین اینها باشیم، اینها روز به روز دارن پیشرفت میکنن، برای ما هم موی دماغ هستن، برای شما هم درد سر درست میشوند. ابتدا ابو سفیان بهش اعتماد نکرد، گفت اول شما خودتون برای ما بگید که آیا ما بر حق هستیم یا اینها. از کعب ابن اشرف پرسید. کعب ابن اشرف گفت شما خلاصه دین و مذهب خودتون را بگید، من میگم کی بر حقه. او گفت که ما صله رحمی میکنیم، اونا قطع رحمی میکنند، اونا پدر را از پسر جدا میکنند، برادر را از برادر جدا میکنند، اختلاف میاندازند و نسبت به خدایان توهین میکنند. خلاصه او گفت که شما بهتر هستید از اونا، راه شما بهتره، اونا راهشون درست نیست، اونا اختلاف درست میکنند. تایید کرد مذهب شرک را در مقابل مذهب توحید با این حیله بازی ها. بعدن اونها بعضی میگن تاییدش همینه که گویا بت را تایید کرد، بت پرستی را تایید کرد، طاغوت و طاغوت پرستی را تایید کرد. اما بعضی دیگه میگن به این هم بسنده نکرد، به این هم اکتفا نکرد. ابو سفیان گفت ما مطمئن نمیشیم، شما بیایید تعظیم بکنید به خدایان ما. حتی رفتن در مقابل بتها تعظیم هم کردند. انسان وقتی که دین را زیر پا بگذارد تا کجا میره؟ الله تعالی همین این بیان میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. آیا دیدی آنهایی را که بخشی از کتاب داده شدن؟ خیلی ها هستند حالا از چه حاکمان مسلمان چه عالمان مسلمان به خاطر رضایت بعضی از حاکمان دیگر کشورهای غیر مسلمان میرن حتی رسومات اونها را به جا می آورند، تعظیماتی که اونها دارند. این آیه شامل اونها میشه. مثلا کسی بره جلوی صلیب خودش را خم بکنه، به صلیب تعظیم بکنه، به خاطر اینکه مسیحیان راضی بشن بره کلیسا یک سری حرکاتی انجام بده، یا بره عرض کنم که مراسم خاصی قبوریین دارند، اهل قبور دارند، برای قبرهای اونها همون طواف را بکنه، همون کرنش را بکنه. خودش به اینها اعتقاد نداره، ولی برای یک سری منافع مالی، منافع مادی، جلب حمایت، درهم و دینار، این کارها را انجام میده. این فرقش با اون یهودی که قرآن اینجا ذکر کرده که دین فروش هستند، فرقش چی خواهد بود؟ ببینی قرآن چی میگه؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. آیا دیدی اونهایی را که بخشی از کتاب و سهمی از کتاب داده شدن؟ علم کتاب منظور است یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان می آورن به بت و طاغوت. جبت و طاغوت را در مقدمه خواندیم، برای هر یکی 7 معنا. جبت به معنی بت میاد، اوثان، اصنام، شیطان، سحر، معانی مختلفی. طاغوت هم همین معانی میاد، بت. عرض کنم که پادشاهی که مردم را به اطاعت و سجده خودش فرا میخواند. و آخر گفتیم تفسیر شیخ ماست کل ما عبد من دون الله، هر آنچه که بجز الله پرستش بشه، چه به شکل بتی باشد، چه به شکل صلیبی باشد، چه به شکل نماد دیگر از نمادهای شرکی باشد، چه به شکل اون پیر و ملایی باشد که مردم را برای تعظیم خودش فرا میخواند، چه اون پادشاهی باشد که بگه مردم
از دستورات من اطاعت کنید نه از دستورات خدا، این هم طاغوت هستند. لذا الله می فرماید آیا دیدی آنهایی را که بخشی از کتاب داده شدند یؤمنون بالجبت و الطاغوت، آنها ایمان می آورند به بتها، ایمان می آورند یعنی تعظیم میکنن آنها را، و همچنین به طاغوت اونهایی که غیر از خدا پرستش میشوند. و یقولون للذین کفروا، و میگویند نسبت به کسانی که کفر کردند، نسبت به کفار چی میگویند؟ میگویند هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، هؤلاء یعنی این مشرکین، این کفار، اهدی بر هدایت بیشتر هستند، من الذین آمنوا سبیلا از مؤمنین از نظر راه، یعنی راه شما درست تره، راه شما صحیح تره. الله می فرماید اولئک الذین لعنهم الله، این افرادی که اینقدر خدا زده هستند اینها را الله لعنت کرده، اینها را الله نفرین کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هر کسی که الله لعنتش کند، الله نفرینش کند، هرگز نمیابی برای او یاوری، کسی دیگه نمیتواند او را نصرت بکنند. حالا علت چی هست؟ ببین علت این کفر و دین فروشی علماء سوء را الله بیان می فرماید. چندین علت داره، چندین دلیل داره که اینکه اینها اینطور با کفار دست به یکی می شوند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمن میشه. امروز هم خدمت شما قبلا عرض کردم بسیاری از مسلمان نماها هستند که با کفار دست به یکی هستند، حتی معاهده دارند، پیمان امضا میکنند بر علیه مسلمان. مسلمان را تندرو میگوید، مسلمان را تروریسم میگوید، مسلمان را اشغالگر میگوید، مسلمان را چی که نمیگوید. لذا تمام این حاکمانی که با کفار بر علیه مسلمانان حتی قرارداد امضا میکنند، علتش چیه؟ الله میفرماید ام لهم نصیب من الملک، ام لهم نصیب من الملک، یعنی این اهل کتاب یکی از دلایل این هست که از این ناراحت است که چرا این وحی بر رسول الله آمده. قبلا هم مطلب را خواندیم که اونها میگفتند چرا فرزند اسحاق نیز فرزند اسماعیل است؟ خب هر دو تا برادر هستند. الله عزوجل در آیات بعد میگه هر دو فرزند ابراهیم هستند، ما به ابراهیم دادیم، چه اون فرزندش چه این فرزندش. لذا ام لهم نصیب من الملک، آیا برای اونها سهمی از ملک هستند که تقسیم بکنند؟ اگر در دست اینها بود یعنی نیست. تقسیم خزائن پروردگار، در جای دیگه پروردگار میفرماد ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، آیا خزانه های رحمت رب، اون رب عزیز وهاب پیش اینهاست که اینها میگن چرا به محمد رسیده؟ اونا از این ناراحت هستند. لذا الله میفرماید ام لهم نصیب من الملک، آیا از ملک خدا یک سهم مال این هست، در اختیار این هست؟ حالا ناراحت چرا به محمد رسیده؟ اگر در اختیار اینها بود فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اون وقت به مردم به اندازه نقیر نمیداد. همین الان نقیر را توضیح دادم، اون سوراخکی که پشت خسته خرماست به اون اندازه هم چیزی به شما و نه به دیگران نمیدادند. ام یحسدون الناس، این سبب دیگری مخالفت، یا اینکه اینها حسادت میکنن بر مردم علی ما آتاهم الله من فضله. حسادتشون بر چی هست؟ با رسول الله، بر این چیزی که خدا، بر آنچه که خدا داده به اونها از فضلش. خدا به رسول الله چی داده بود؟ نبوت، حکومت. خدا بهشون حکومت داده بود، امارت داده بود و نبوت داد. از این ناراحت هستند. حالا الله تعالی میگه فرماید مگر این اولین چیز هست؟ خدای تعالی قبلا داده، به انبیاء دیگه داده، به انبیاء دیگه هم بعضی ها حکومت و نبوت داده، بعضی ها فقط نبوت داده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، همانا ما دادیم به آل ابراهیم
به تمام اولاد ابراهیم دادیم. محمد صلی الله علیه وسلم هم آل ابراهیم است از طریق اسماعیل. اونهای دیگه مثل داود، سلیمان، اونا آل ابراهیم نبودند، از طریق اسحاق بودند، از طریق یعقوب بودند. ما به آل ابراهیم دادیم. اینجا آل ابراهیم فرمود، پس آل ابراهیم فرق نمیکنه چه داود و سلیمان باشه چه محمد و رسول الله باشه. ما دادیم به آل ابراهیم، هم کتاب دادیم والحکمه. آل ابراهیم دادیم، هم کتاب دادیم، هم حکمت دادیم، یعنی نبوت دادیم. و آتیناهم ملکا عظیما، ما به اینها ملک عظیم دادیم، ما به اینها ملک عظیم. اما این یهود فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه. بعضی از اینها هستن متوجهن حق را، ایمان می آورن به اون، میدونن که همونطور که اون آل ابراهیم لایق نبوت است، این آل ابراهیم هم لایق نبوت، ایمان می آورن. اما بعضی مثل این ملاهای دین فروش من صد عنه، از این چی می کند؟ باز می آید یا دیگران را باز می دارد، هم به معنی لازم هم به معنی متعدی. و کفا بجهنم سعیرا، این تخویف اخروی است. جهنم کافی است به عنوان آتش شعله زن، یعنی جهنم که اینها را در اون جهنم داخل کنند و شعله آتش بزند، قلب اینها را آگاه بکند، متوجه بکند، همون بحث این هست. منظور اینه که جایگاه اینها جهنم هست. در آیات سابق و گذشته ذکر علماء دین فروش یهود بود که به خاطر منافع دنیوی و اهداف دنیوی یا به خاطر تحریک کردن مشرکین بر علیه آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا جای پیش رفتند که حتی دین آنها را تایید کردند. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. به مشرکین گفتند که اینها راهشون درست تره، راهشان صحیح تر است. و بعداً وعید خواندیم که برای این افراد و کفا بجهنم سعیرا من صد عن، کسی که جلوگیری میکند از دین خدا جهنم کافیه برش. حالا در ادامه بحث جهنم آمد، الله تعالی می فرماید ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا، کسانی که نسبت به آیات ما کفر کردند ان قریب ما آنها را در آتشی داخل میکنیم، چنان آتشی همون آتش جهنم هست که کلما نضجت جلودهم، هرگاه پوستهای اونها عرض کنم که می سوزد و پوستهای اونها از بین می رود، بدلناهم جلودا غیرها، تبدیل می کنیم آنها را به پوستی غیر از آن، لیذوقوا العذاب، تا عذاب را بچشند. اینجا یک نکته علمی هم بعضی از اهل تفسیر نوشتند، اون اینه که علم پزشکی امروز به اصطلاح مدیکال، علم پزشکی روز به این نتیجه رسیده که از اعضای انسان پوست هست که درد را احساس میکنه. اگر پوستی نباشد گوشت درد را احساس نمیکنه. اون عضوی که الله عزوجل قدرت بهش حس داده که درد را احساس میکنه چیه؟ پوست هست. به همین خاطر بالاخره پوست را هرچی که ترمیم هست در قسمت پوست میشه، بقیه خودش را جمع میکنه، ترمیم میشه به غیر از استخوان. بنابراین قرآن که فرموده پوست را عوض میکنیم لیذوقوا العذاب، اشاره به همین کشفی هست که امروز مردم کردند. امروز بعد از هزاران سال، بعد از 1000 سال به این نتیجه رسیدن. ولی شما این
مطلب را ببینید که قرآن کریم در آن زمان همین فرموده. اینم یکی از دلائل نبوت است که اصل پوست هست. کلما نضجت، گاهی پوست انسان می سوزد ابتدا تا وقتی که پوست هنوز نسوخته انسان احساس میکنه درد را، اما بعد از اینکه پوست کامل می سوزد و به گوشت می رسد درد احساس نمیشه. چرا؟ چون که وقتی که پوست از بین رفت بعد از اون درد وجود، بعد از اون همون خطرات عفونت و غیره هست، ولی درد نیست. برای درد و برای احساس درد خدای عزوجل فرموده بدلناهم جلودا غیرها، ما تبدیل میکنیم آنها را به پوستی غیر از آن پوست اول لیذوقوا العذاب، تا که عذاب را بچشن. ان الله کان عزیزا حکیما، بدون شک خداوند هم غالب هست و هم کار پروردگار با حکمت است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، این تخویف بود، در مقابلش تبشیر را داریم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، ان قریب ما داخل میکنیم آنها را در جناتی که جاری است از زیر درختها و قصورش نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن نهرها و در آن جنات به صورت مؤبد میمانند. لهم فیها ازواج مطهره، برای این افراد، برای بهشتی ها در بهشت همسران پاکی هست، پاک در سیرت و صورت. و ندخلهم ظلا ظلیلا، و ما آنها را داخل می کنیم در سایه گنجانی، یعنی اونجا فضای بسیار خوبه، همیش سایه هست و همیش جای راحت برای استراحت و نشستن. پس این در وسط هم تخویف بود و هم در مقابل تخویف تبشیر. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این بخش دوم سوره هست. در بخش دوم سوره احکامی بیان میشه که این احکام را ما میگوییم احکام سلطانیه. اون احکام اولی احکام رعیت بود، اون احکام خطاب متوجه عامه بود، متوجه مردم بود. در این احکام که اینها هم از همون امور انتظامیه هستند، خطاب متوجه حاکمان است. حاکم باید اینها را رعایت کند، گرچه مردم هم مورد خطاب هستند ولی بیشتر حاکم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، همانا خداوند شما را امر می کند اینکه ادا بکنید امانت ها را به اهلشان. این قانون اوله که حاکم که حکومتی به دست او هست و امانتی که به دست او سپردند، در این امانت کسانی که اهل هستند این امانت را به اونها بسپارند، کسانی که نااهل هستند از اونها کار نگیرند. اهلیت برای حکومت کسانی دارند که بلد باشند، کاردان باشند، کارشناس باشند، کاربلد باشند. کسانی که تخصص ندارند، تبحر ندارند، مدیریت ندارند، صرفا به خاطر سفارش، به خاطر پارتی، به خاطر که خانواده فلان بزرگوار هست، اگر به دست اینها حکومت را بسپارند هرج و مرج میشه، ورشکستگی میشه، بدبختی و فلاکت میشه. به همین خاطر الله عزوجل میفرماید کسانی که اهلیت دارند. حالا در این اهلیت داشتن، اگر دیندار باشه که اهلیتش بیشتر است، ولی اگر نباشد هم بلد باشد کار را، نوع حکومت کردن را، نوع مدیریت کردن را، همین کافی است. حاکم باید مقداری وسعت دید، سعه صدر داشته باشد. این دستور یک دستور عمومی هست، گرچه در رابطه با آیه بعضی ها
بعضی از اهل تفسیر شأن نزول بیان میکنن، ما بعضی جا قصدن شأن نزول بیان نمی کنیم که ذهن ما منحصر نشه به همون داستان، به همون واقع اولی. اون واقع اولی مصداق اولی هست، ولی بعداً آیه مصادیق زیادی داره. من جمله همین اشاراتی که بنده عرض کردم، این حاکمی که بر حکومت منشیند پست وزارت را به کسی بده که اون وزارت را میتواند اداره بکند، به مسئولیت آب را به کسی بده که رشتهش باشد، مسئولیت برق را به کسی بده که تخصصش باشد، مسئولیت آموزش را به کسی بده که در این زمینه دوره دیده هست، مسئولیت امور خارجه را به کسی بده که اون کار را به نحو احسن انجام. هر یکی از کارها را به افراد کاربلد، نه به افرادی که مثلا علم دینیشون خوبه ولی بقیه علوم در بقیه علوم کم دارن. اهلیت را حتما در نظر بگیره. این نکته بسیار مهمی هست که قرآن تعریف می‌فرماید. در رابطه با شأن نزول ابتدایی میگویند که وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، داستان مفصلی است، بنده مختصر میگم، شما شنیدید بارها، وقتی میخواستند هجرت بکنند آمدند خانه کعبه، نماز خواندند، 2 رکعت نماز خواندند. کسی که کلیددار بود عثمان ابن طلحه رضی الله عنه که بعدا ایمان آورد، اون زمان ایمان نداشت، به او گفت که در را باز کن. او برخورد کرد، بالاخره خشونت کرد، آخر در را باز کرد و وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیرون شد، الان بعضی میگن که آن حضرت او را دعوت داد و او از این عصبانی بود. آخر آن حضرت وقتی که از خانه کعبه خارج شد، آن حضرت فرمود که اینجور که با من امروز برخورد کردی و رفتار کردی، یک روزی را میبینم که این کلید در دست من هست و به هر که من بخواهم بدهم. این خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، گفت اون روز مگر عرب و قریش ذلیل بشند و بینیشون به خاک مالیده بشه. خلاصه آن حضرت صلی الله علیه وسلم این را فرمود و بعد هجرت کردن، تشریف بردن، رفتن به مدینه طیبه. این عثمان ابن طلحه میگوید که این حرف را با اون قاطعیت و با اون جدیت که گفت به دلم نشست که یک روزی این کلید به دست ایشون قرار میگیرد. بالاخره بعد از اینکه مکه فتح شد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور دادند که از اطراف خانه کعبه و داخل کعبه بت‌ها را بیرون کنند از مطاف و داخل بیت الله و فرستادند دنبال عثمان که از عثمان کلید را بگیرن. کلید را نداد، مقاومت کرد. در بعضی روایت هاست پشت بام بیت الله رفت، پشت سقف رفت، بعضی روایت هاست پیش مادرش رفت. خلاصه سیدنا علی، سیدنا عباس و بقیه به زور کلید را ازش گرفتند، آوردند خانه کعبه را باز کردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه خانه کعبه را پاکسازی کردند، رفتند نماز خواندند. 2 رکعت نماز خواندند و بیرون شدند. سیدنا عمر میفرماید وقتی که از خانه کعبه بیرون شدند، من دیدم آن حضرت صلی الله علیه وسلم زمزمه میکنه، همین آیات را میخواند: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. گرچه سیدنا عباس و سیدنا علی تقاضا کردند، چون اونا از بنو هاشم بودند، گفتن یا رسول الله همونطور که کار سقایه با ما هست، آب دادن حاجی ها، و این کار را هم به ما بدید. کلیددار هم، چون اونجا گروه بودند و تیره بودند، هر تیره یک مسئولیتی داشت. تیره اینها که بنو طلحه میگن یا بنو شیبه هم میگویند، این حضرت عثمان شیبی هم بهش میگم، بنو شیبه عثمان ابن طلحه بود. تیره اینها کلیددار خانه کعبه بود. اما وقتی که این آیه نازل شد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم عثمان را خواست. عثمان هنوز ایمان نیاورده بود. گفت یادت هست یه روزی بهت گفتم که کلید در دست من خواهد بود به هر که خواستم؟ گفت بله یادم هست کامل. گفت الان چه انتظار داری؟ با چطور رفتار کنم؟ گفت که انتظار دارم که مثل یک برادر با من رفتار بکن. می ترسید که
او را به بلای گرفتار نکنه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود پس بیا خداوند دستور داده که کلید را به اهلش بدم، به امانت را دوباره به امین اول بسپارم. این کلید در دست تو و تا قیامت در دست تو و نسل تو میماند. ایشون بعدا مسلمان شد، خیلی متأثر شد از این برخورد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. بعد از اون میگویند که ایشون فوت کرد، برادرش کلیددار شد و تا به امروز کلیددار خانه کعبه همین نسل هست، نسل شیبی ها هست و بنو طلحه هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرموده بود. لذا خداوند دستور داد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند امر می کند امانت ها را به اهل اونها بسپارید. بله، قال علی بن ابی طالب و زید بن اسلم و شهر بن حوشب و ابن زید هذا خطاب لولات المسلمین خاصتا. این خطاب برای ولات مسلمین است. هر والی، هر حاکم، خدا که حکومتی بهش داده، امانتی داده، این امانت را به اهلش بسپاره، کسانی که اهلیت داشته باشند. و بعضی میگه این خطاب شامل هم حاکمان است هم شامل مردم است. یک سری امانت ها به دست ما هست. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نوشته که مثلا یکی از اون امانت ها همین رأی دادن هست. گاهی در بعضی جاها به صورت جمهوری عمل میشه. مثلا کسی که در رأس حکومت هست، رئیس دولت، رئیس جمهور، نماینده مجلس، مردم نیاز میشه که تعیین بکنند. حالا این رأی دادن شما یک امانتی است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. کسی که اهل است، نه کسی که خویشاوند تو هست، نه کسی که از نزدیکان تو هست ولو اینکه اهلیت نداره، بلکه کسی که اهل هست، دیندار هست، متخصص هست، متبحر هست. این امانت را به او بده، یعنی تو حق انتخابت را به او بده. بس اگر به این معنا باشد همه مورد خطاب این آیه هستند. اما بیشتر ولات هستند، حاکمان هستند. حاکمی که در رأس حکومت قرار میگیرد او باید همه را در نظر بگیرد و هر کسی که وظیفهش را به او بدهد، امانات را به امین بده، نه به کسانی که بار را با شتر میبرند. چنانچه در چند دوره هست ثابت میشه که خزائن را خالی میکنند، دزدها خالی میکنند. اینا اهل نیستند، اینا لیاقت ندارند. اینها افرادی هستند که انتخاب میشوند بر اساس گروه بندی و حزب بندی و کسانی که دلشون به حال مردم نسوخته و اهلیت و صلاحیت هم ندارند. پس کسانی که در باب مثلا قضاوت کسانی را بذارند که هم علمیتش را داشته باشند، هم تقوا و خدا ترسی داشته باشند، هم عدالت داشته باشند، رشوه نگیرند، پول نگیرند، حق را به حقدار بدن، نه اینکه تمام کارها را با پول انجام بده. اینا اهلیت ندارند. لذا این وظیفه است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم، یکی از نمونه ها، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی بین مردم داوری میکنید، حکمیت میکنید، حکمیت و داوری بر اساس عدل بکنید، ظلم نکنید، حق مظلوم را به ظالم ندهید. صورت هایی که عرض کردم در دنیای امروز ما زیاد هست، ظلم زیاد میشه، رشوه گرفتن زیاد هست، تلف کردن حق زیاد است، پارتی و پارتی بازی زیاد است. در هر حکومتی که شما میبینید پارتی و پارتی بازی اونجا هست، شما بدونید کسانی که این مسئولیت ها را دارند اینا اهل نیستند، اینا ارزشمند نیستند، لایق نیستند.
لذا الله می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، هرگاه شما بین مردم حکمیت کردید، فیصله کردید، به عدل فیصله کنید. ان الله نعم ما یعظکم به، این ترغیب هست به سوی تعمیل، به سوی عمل کردن. ان الله نعم ما، همانا خداوند بسیار زیبا آنچه که شما را موعظه می کند، بسیار زیبا موعظه می کند، خوب دستور میده، یعنی دستورات عالی، زیبا، جالبی. این دستورات در هستند، اینا هر یکی طلا هستند، با آب طلا باید اینها را نوشت، یعنی عمل کنید اینها. ان الله کان سمیعا بصیرا، همانا الله عزوجل شنواست و هم هر چیز را بیناست. حالا که فرمود ان و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل را تشریح می فرمایند. عدل اینه که در حکمیت، در داوری، در فیصله خداوند و رسول خداوند اطاعت بشه و اولی الامر اطاعت بشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله، اطاعت کنید الله را، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید رسول خدا را، و اولی الامر منکم، و کسانی که دارای امر هستند شما. اولی الامر به چه کسانی گفته میشه؟ بعضی معتقدن اولی الامر یعنی حاکمان شما، یک تفسیرش همینه، کسانی که خداوند عزوجل به اونها حکومت داده، اونها حاکم شما هستند، شما رعیت اونها هستید، شما از دستورات و قوانینی که اونها میدهند سرپیچی نکنید. البته تا زمانی ما موظف هستیم که احکام اونها، دستورات اونها خلاف دستورات شرع نباشد، خلاف دستور خدا نباشد. اگر خلاف دستور خدا باشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ وقت از مخلوق در اینکه معصیت خالق انجام بگیرد، از مخلوق اطاعت نمی کنیم، از مخلوق فرمان نمی بریم. لا طاعت لمخلوق. پس در صورتی که نافرمانی خالق نمیشه، از حاکم باید اطاعت بکنیم در تمام مقررات و ضوابطی که حاکم برای ما وضع میکنه. مثلا در رابطه با مسائل آب، برق، جاده، رانندگی، این دستوراتی که در جاده ها هست، با چه سرعتی برید، چگونه برید، از چه سمتی برید، اینا همه واجبه، لازمه. اگر اینها را اطاعت نکنیم هرج و مرج میشه، بی نظمی درست میشه، بی قانونی میشه، تلفات ببار میاد. بقیه مسائل حکومت، تمام مسائل حکومت، نه مسائل دینی. البته اگر حاکم دینی باشد که اون وقت در مسائل دینی، ولی اگر حاکم غیر دینی باشد و مسجد را پلم میکند، نمازخانه را میبندد، میگه جوانها اجازه نماز خوندن ندارند، خب اینجا ازش اطاعت نباید بشه، باید نماز را بخونیم، باید دستور. یا میگه اینجا نباید حجاب رعایت بشه، حجاب را ممنوع بکنه، باید حجاب داشته باشه. پس بعضی گفتند که اولی الامر حاکم، اما بسیاری از دیگر از علما معتقدند منظور از اولی الامر علما هستند، چون که بحث اطاعت خدا و رسول آمد. فرمان خدا و رسول خدا را کی به شما میده؟ علما میدند. و اولی الامر منکم، اونایی که دارای امر هستند. حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماید اولی الامر مراد هستند و عبدالله ابن عباس میگه خلیفت المسلمین مراد هستند. بالاخره هر دو مراد هستند. فان تنازعتم فی شیء، اینجا خطاب به حاکمان است، خطاب به حاکم و رعایا است. حاکم و رعیت اگر با هم اختلاف داشتی در چیزی، اگر با هم در چیزی
اختلاف داشتید. خوب توجه بکنید، اختلاف یعنی بین دولت و ملت، بین حاکم و رعیت. برای حل اختلاف خودتون بیای شریعت بکنید. فردوه الی الله و الرسول، برگردانید اون را به کتاب خدا و رسول، سنت رسول الله، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز آخرت دارید. لذا اگر گاهی اختلافی بین دولت و ملت ایجاد میشه، حلش آسان، قرآن پیشنهاد کرده. چرا رجوع نمی کنند؟ نباید نه ملت نه حاکم اینقدر مغرور باشد که بگه نه من نمی نشینم، پای شریعت بنشینند، بیاین مسائل خودشون رو تطبیق بدن. آخه چرا بالاخره این اختلاف درست شد؟ چرا این مصیبت آمد؟ چرا این التهاب و ناراضگی وجود دارد؟ بیاین حکمیت کنیم به خدا و رسول. علمایی که واقعا در راستای قرآن و سنت اونها حکمیت میکنند، داوری بکنند، شریعت بکنند. ببین هر کدوم ملامتی خودش را قبول بکنه، هر کدوم محکوم بشه، هر کدوم جنایتکار حسب کیفر عملش برسه، چه مردم چه مامور، هر کسی باشه. فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر به خدا ایمان دارید و روز آخرت. اگر به خدا و روز آخرت ایمان نداره، هر کسی زور داره کارش را میکند. آخر پیش خدا باید جواب بده. ذالک خیر و احسن تأویلا. الله میفرماید این بهتر است در دنیا، خیر ای فی الدنیا، و احسن تأویلا، و بهتر است از نظر نتیجه. تأویل یعنی نتیجه، آخر، در آخرت، از نظر نتیجه در آخرت بهتر است. الم تر الی الذین یزعمون. خب خداوند چی فرمود؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فردوه الی الله و الرسول. هر قضیه هست به خدا و رسول ارجاع بدید. بهترین فیصله کننده کتاب خداست و سنت رسول الله است. حالا اینجا زجر بر منافقین است. منافقین نمیخوان خدا و رسول حل بکنه، چون خدا و رسول به حق حل میکنه و منافق همیشه در مسیر چی هست؟ باطله، در مسیر ناحقه. بنابراین منافق اینجا در این آیه برای منافقین زجر بیان شده، سرزنش بیان شده. اصل این آیه هم شان نزولی دارد. معروف هست که یه یهودی اختلاف داشت با یک بظاهر مسلمانی منافقی، میخواستند که مسئله خودشون را حل بکنند برای حکمیت و داوری. این منافق اصرار داشت که پیش کعب ابن اشرف بریم. اون ملای رشوه‌خوار یهودی میدونست که اگر پیش اون بریم میتونم به پول بخرم او را. بر حق نبود، اما یهودی که بر حق بود در همین مسئله اختلافی اصرار داشت که پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم بریم. گفت شما به او ایمان دارید، پیش او میریم. اما اون منافق ظاهرا رسول الله را قبول داشت. او تلاش نمی کرد، این قبول نکرد تا اینکه بالاخره پیش رسول الله رفتن. یهودی قانعش کرد. اونجا وقتی رفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اونها فیصله کرد. فیصله به نفع یهودی شد، حق را به یهودی داد. اون به ظاهر مسلمان را ملامت کرد و گفت حق مالی این هست، بهش بده. وقتی که بلند شدند اون منافق دوباره قبول نکرد، نه من قبول ندارم. باز اصرار کرد، گفت بریم پیش عمر. اون منافق وقتی که میدید که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اشداء علی الکفار است، گفت وقتی که ببیند این یهودی من مسلمانم فوراً به نفع من فیصله میکنه. بر این گمان بود. گفت پیش عمر میریم. اون یهودی وقتی که اصرارش را دید گفت باشه پیش عمر میریم.
و نیت داشت که به عمر بگه پیغمبر شما یه بار فیصله کرده. بالاخره اونجا وقتی که رفتند، قبل از اینکه این منافق صحبتی بکنه، یهودی گفت که ما یک بار فیصله کردیم، پیش پیغمبر رفتیم، ایشون به نفع من فیصله کرده، ولی این آقا قبول نداره، میگه که پیش عمر باید بریم، او هم باید فیصله بکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناراحت شد و متوجه شد که این میخواد سوء استفاده بکنه، چون طرفش یهودیه، ما به عنوان یهودی حق را به این بدیم، ما بیایم و چنین کار باطلی انجام بدیم و اون هم باز در مقابل فیصله رسول الله. حضرت عمر گفت پس من خودم فیصله میکنم. شمشیرش را آورد، سرش را زد، گفت که کسی که فیصله رسول الله را قبول نکند، فیصله عمر برای او اینه. اون اطرافیان منافق اونجا بودن، سر و صدا کرده، این قصدی نداشت. حضرت عمر گفت نه، فیصله من همینه. خدمت رسول الله بردن، حتی از حضرت عمر دیه هم نگرفتند، چون که حقش بود. لذا این مربوط به اینه که کسانی که اطاعت نمی کنند، کسانی که به خدا و رسول ارجاع نمی دهند، جزای اونها چی هست؟ الم تر الی الذین یزعمون، آیا دیدی آنهایی را که می پندارند انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان دارند به آنچه که نازل شده به سوی شما و نازل شده قبل از شما، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها اراده دارند، تصمیم دارند که تحاکم کنند به سوی طاغوت. تحاکم یعنی حکم قرار بدند، فیصل قرار بدند، حاکم خود قرار بدند طاغوت را. طاغوت کیه؟ کعب ابن اشرف. الان خواندیم که طاغوت بعضی میگویند اون حاکمانی را میگن، یا بعضی میگن اون علما و ملاهای سوی را میگن که مردم را به سوی اطاعت و عبادت خود فرا میخوانند. و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینها امر شدند که نسبت به طاغوت کفر کنند، طاغوت را نپذیرند. اما شیطان چه میخواد؟ و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد که گمراه کند اونها را گمراهی بدور از حق، بعید، فاصله از حق. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله، هرگاه گفته میشه به آنها که بیایید به سوی آنچه که خدا نازل کرده، یعنی به سوی قرآن، و الی الرسول، بیا به سوی رسول، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینی منافقین را که باز میدارند از تو باز داشتنی، به سوی تو نمیاند، علاقه ندارن بیان شما فیصله بکنید. الله تعالی میفرماید حالا که تو گوشش میخورد، چطور میاد پیش شما و سوگند میخوره اون اطرافیانش که ما تصمیمی نداشتیم. فکیف اذا اصابتهم، اشاره به کشتن عمر فاروق منافق را، اشاره به اون هست، قتل فاروقی. فکیف اذا اصابتهم مصیبه، چگونه هست وقتی که میرسد به اونها مصیبتی؟ این مصیبت هم قرآن گفته بما قدمت ایدیهم، از اینجا گفتن که دیه بهش تعلق نمیگیرد، چون قصر خودشه، به سبب آنچه که دستهایشون انجام دادن. یعنی وقتی مصیبت برایش میآید، بلا بر او میآید، ثم جاءوك یحلفون، سپس پیش شما میان سوگند یاد میکنن، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، میگه ما سوگند یاد میکنه به خدا، سوگند ما اراده نداشتیم مگر اراده احسان و اراده موافقت که بهتر بشه، این مسئله قضیه بهتر حل بشه و بین ما موافقت و صلح ایجاد بشه. الله تعالی می فرماید اینا دروغ میگند، اینا همه بهانه است. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا کسانی هستند که الله میداند در دلهای اونها چی هست، خدا از درونشان خبر داره. لذا نگران نباش، فاعرض عنهم وعظهم، از اینا اعراض کن، تحویلشون نگیر، اما موعظهش کن. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا،
به اونها بگو فی انفسهم، یعنی در درون خود اونها به صورت خصوصی، سخن بلیغ، سخنی که بالاخره سخن به اونها برسد و متوجه بشند، بفهمند. حال الله عزوجل جلوی بهانه بازی های اونها را میگیره. اونها میگن ما نمیدونستیم. خب مگر پیامبر را خدا برای چه فرستاده؟ پیامبر را برای همین فرستاده که در هر مسئله از رسول الله اطاعت بشه. بدون اطاعت رسول الله دین نمیشه، ایمان کامل نمیشه. اینجا رد کسانی هم هست که میگویند، شعار میدن به ظاهر کلمات فریبنده، ان الحکم الا لله، فیصله فقط فیصله خدا، یعنی ما از حدیث علیاذ بالله بی نیاز هستیم. خیلی هستند منکر حدیثند، میگن نیازی به حدیث رسول الله نیست، فقط آیات قرآن کافیه. آیات قرآن چگونه بدون تشریح رسول الله تفسیر میشند؟ لذا پیغمبر را خدا فرستاده که ازش اطاعت بشه، تا زمانی که حیات دارد در حضور ایشون از ایشون راهنمایی بگیرید. وقتی که در میان شما نیست، از تعلیمات ایشون، از هدایات ایشون، از احادیث و ذخایر گوهرباری که برای شما گذاشتند، از اونها شما هدایت و راهنمایی بگیرید. لذا الله می فرماید و ما ارسلنا من رسول. ببین اینجا منافقان دو تا عیب و اشکال مهم و بزرگ داشتن. یکی مخالفت رسول الله و یکی عدم تدارک. عدم تدارک یعنی عدم جبران. بعدا جبران هم نمی کردن. بهشون گفته می شد که خب بیا الان بگو من غلط کردم، اشتباه کردم، بازم نمی آمد. و ببینید خیلی از مردم هستند امروز، اشاره بکنم به اون چیزی که امروز می گذرد. خیلی از مردم هستند امروز در مرافعات خودشون، در اختلافات خودشون، در نزاعهای خودشان، زمانی به سمت شریعت می آیند، زمانی به سمت فیصله شرعی می آیند که بپرسند، مطمئن بشند که حاکم هستند و به نفع اونها فیصله میشه. خیلی ها جلوتر میرن خونه ملا و راهنمایی میگیره. اگر احساس بکنه که ملامت حقی به او تعلق نمیگیرد، اون وقت اصلا این طرف نمیاد، میره به دادگاه، میره به پیش قاضی، میره پیش معتمد ریش سفید، بالاخره کت خدا منشی میکنه یا کاسبی میکنه. شاید اونجا اعمال نفوذ هم راحت بشه. در دادگاه ها و دوائر دولتی هم، در جاهای دیگه هم اعمال نفوذ راحت میشه، میتونه به نفع خودش. پس این هم نوعی نفاق است. یعنی زمانی به شریعت خدا مراجعه میکنی که به نفعت باشه، اگر به نفعت نباشه اصلا شریعت را تحویل نمیگیری. خداوند میفرماید من رسول را برای این فرستادم که شما در تمام امور دین و دنیا از ایشون اطاعت کنید. این اطاعت نشد. اینجا اطاعت از قانون رسول الله نیست، از قانون مردم هست، از قانون حکومت هست، چون خیلی قوانین با هم دیگه فرق دارند. لذا این درست نیست. الله می فرماید و ما ارسلنا من رسول، ما نفرستادیم هیچ رسولی را الا لیطاع باذن الله، مگر برای اینکه اطاعت بشه به اذن الله. به اذن الله اون چی بشه؟ اطاعت بشه. ولو انهم اذ ظلموا، این اشتباه اول که اطاعت نمی کنند، مخالفت می کنند. اشتباه دوم عدم تدارک، عدم جبران. اگر آنها زمانی که ظلم کردند بر خودشان، اذ ظلموا انفسهم، جاءوک، پیش شما می آمدند، فاستغفروا الله، از خداوند چی می خواستند؟ آمرزش. و پیغمبر هم برای اونها آمرزش میخواست. پیغمبر هم در حق اونها دعا میکرد و استغفر لهم الرسول، و رسول برای اونها مغفرت میطلبید. لوجد الله توابا رحیما، البته میافتند خداوند را توبه پذیر و مهربان.
خدا خیلی توبه را قبول میکنه، مهربان هم هست، اما اینها این کار را نکردند. لذا الله عزوجل میفرماید، قسم یاد میکنه به ذات جلال خودش، به ذات بزرگ خودش، که تا زمانی که شما را حکم و فیصل قرار ندهند، حکمیت شما را قبول نکنند، هم چه حکمیت با طیب خاطر، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، در دلشون کوچکترین حرجی هم نباشد از فیصله شما، کوچکترین تنگی نباشد. وقتی که پیغمبر یا فرمان پیغمبر برای او صادر شد، خوش بشه، بگه اگرچه حاکم شد یا اگرچه محکوم شد، محکوم که شد هم خوش بشه، الحمدلله که حق کسی دیگه به گردنم نشد که قیامت جواب بدم، همینجا جوابش میدم. یعنی هر فیصله بشه باید قلباً، و اگر گاهی طبعا انسان ناراضی میشه، پریشان میشه، ولی عقل خودش را بیاره و خوشحال بشه. لذا الله می فرماید فلا و ربک، این لا زائد است، قسم به رب تو، لا یؤمنون، اینها در آینده مؤمن نمی توانند باشند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، حتی که شما را حاکم قرار بدهند، شما را حاکم قرار بدهند، حکم و فیصل قرار بدهند در آن چیزی که اختلاف میفته بینشان. وقتی که شما فیصله کردید بعدا هم هیچ حرج و تنگی نباشد. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، سپس نیابند در درون خودشان هیچ نوع حرجی. حرج بعضی میگن تنگی، بعضی میگن شکن، شکی نداشته باشه مما قضیت، از اون چیزی که شما فیصله کردید. و یسلموا تسلیما، و تسلیم بشن ظاهرا و باطنا. تسلیما، تسلیم شدنی یعنی هر نوع تسلیم، هم ظاهری هم باطنی، در دلشون هم تسلیم بشن. ولو انا كتبنا عليهم، حالا الله عزوجل منت می فرماید بر این احکام خدا و دستوراتی که اینجا به ما عنایت فرمود، چقدر این احکام آسانند، راحتند، هیچ حرجی تو این احکام نیست، حق هر یکی مشخصه. الله می فرماید اگر ما اون دستورات را صادر می کردیم که خودتون را بکشید و خودتون را از بین ببرید، اون دستوراتی که در امتهای گذشته بود اینا نمی کردند، ولی خداوند اون احکام شاق را، اون اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا را، اون بارهای سنگین را بر شما فرض نکرد، بر شما لازم نکرد. ولو انا كتبنا علیهم، اگر ما می نوشتیم بر آنها، ان اقتلوا انفسکم، اینکه خودتون را بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا از دیارتون خارج بشید، جلاوت هم بشید، ما فعلوه الا قلیل منهم، انجام نمیداد مگر تعداد اندکی از اینها مؤمن کامل انجام میداد. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، لذا اونها را انجام خدا اونقدر سخت نگفت، آسان گفت. این احکام را گفت، این دستورات 14 تا از احکام رعیت خواندید، یک حکم از احکام سلطانیه خواندید، اینها را خدا دستور داد. لذا اگر به اینها عمل بکنم به نفعشون هست، به نفع دنیا و آخرتشون هست. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر اینها انجام میدادند ظاهرا و باطنا آنچه که موعظه میشوند به آن، یعنی اون پندی که به اونها داده میشه، لکان خیرا لهم، این بهتر بود برای اونها، و اشد تثبیتا، سختتر بود از نظر ثبات، یعنی اونها ثابت قدم تر می شدن، دینشان کامل تر می شد. اون وقت خدا به اونها چی می داد؟ و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در این هنگام ما به اونها می دادیم از جانب خودمون اجر عظیم، ولهدیناهم صراطا مستقیما، این محل اجر عظیم است، اونها را راهنمایی می کردیم به صراط مستقیم. لذا پس دستور چیه؟ دستور اطاعت خدا و اطاعت رسول الله، و هر کسی اطاعت خدا و اطاعت رسول الله می کند این فواید دنیویش است. ولهدیناهم صراطا مستقیما،
فواید اخرویش و من یطع الله و الرسول اینجا میخوانیم. اما چندین حدیث و روایت هست که عرض به خدمت شما به عنوان شأن نزول این آیه، یا شأن نزول اگر نباشد با این آیه از نظر معنا خیلی مطابقت داره. من یکی دو تا را خدمت شما عرض می کنم. یکی اینه که یک صحابی گفت یا رسول الله، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، گفت یا رسول الله محبت عجیبی نسبت به شما دارم و دلدادگی و وابستگی عجیبی به شما دارم. وقتی که خانه ام میرم و برای لحظه شما را نمی بینم دنیا بر من تنگ میشه، عرصه بر من تنگ میشه. و وقتی که میام محضر شما، مجلس شما را می بینم راحت میشم، چشمم باز میشه، قلبم روشن میشه. حالا این روایت بالمعنی از تعبیری که ایشون کردم. اما از یک چیز نگرانم، از یک چیز ناراحتم. اون اینه که وقتی که پا به آخرت بگذاریم، در اونجا جایگاه شما کجا و جایگاه ما کجا؟ شما در جایگاه بسیار بالایی هستید و ما را اگر خداوند به بهشت ببره، ما در جایگاهی هستیم که هیچ وقت شما را نمی بینیم. این پریشانی را دارم که در بهشت همه نعمت ها هست اما از دیدار رسول الله محروم میشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که این آیه نازل شد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم الی آخره. اطاعت خدا و اطاعت رسول الله باشد، معیت هم هست. در روایت دیگه از کسی شبیه این گفت، رسول الله فرمود المرء مع من احبه. انسان در قیامت با کسی خواهد بود که او را دوست داشته باشد. روایت دیگه هست که یک صحابی یه شب خدمت رسول الله بود و مترصد بود، منتظر بود که رسول الله اگر بلند بشه برایش خدمتی بکنه. آن حضرت برای تهجد بلند شد، نیمه شب بود. این صحابی فوراً رفت و آب آورد، مسواک آن حضرت آورد، خدمت کرد، به آن حضرت راحت رسوند. آن حضرت از خدمت خوب این صحابی متاثر شد، فرمود که بخواه، چه میخوایی که من از خدا برات بخوام؟ او گفت یا رسول الله مرافقت شما را و همراهی شما را در بهشت میخوام. گفت غیر از این دیگه چی میخوایی؟ گفت همین یکی را میخوام، تنها آرزوم اینه که در بهشت با شما همراه باشم، در کنار شما باشم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود پس اعنی بکثرت السجود، یعنی من کمک کن به کثرت سجود. معنیش اینه که منم از خدا برایت همین میخوام، ولی اگر میخوای به این مراد برسی زیاد سجده کن، زیاد نماز بخوان، خدا را زیاد یاد کن. پس همه اینها بیان این مطلب را دارند که انسان اگر کاملا در مسیر خدا و رسول خدا باشد، خداوند این فضل را در قیامت بهش نصیب میکنه. این معیت، همراهی، حسن همجواری با انبیاء و با صدیقین و با شهدا و با صالحین، با همه اینها چی میشه؟ نصیب میشه. و چه رفاقت زیبایی هست. لذا و بعض ربطش با گذشته مشخصه. از ابتدا همین منافقین اطاعت نمی کردند، خداوند فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. لذا الله می فرماید و من یطع الله و الرسول، هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این نتیجه اخروی، این افراد همراه با اونهایی خواهند بود که انعم الله علیهم، انعم الله علیهم، خداوند بر اونها انعام فرموده، من النبیین، از انبیاء، و الصدیقین، صدیقین. میدونی صدیقین را قبلا تعریف کردم، راستگوترین افراد و از همه بیشتر و اول تصدیق کننده پیغمبر و حمایت کننده پیغمبر تا با جان و مال، از اول تا آخر. این جایگاهی هست که بعد از نبوت است و خیلی قبل از شهادت است.
من النبیین و صدیقین و شهدا و همچنین شهدا و صالحین و صالحین صالحان و حسن اولئک رفیقا و بسیار زیباست این افراد از نظر رفاقت و معیت اینها چه زیباست. ذلك الفضل من الله، الله می فرماید این معیت و این همراهی فضل محضی است از جانب الله، فضل محضی هست. و کفا بالله علیم، خداوند کافی است به عنوان علیم دانا. خب پس این حکم اول سلطانی بود، تا اینجا شما خواندید که در این حکم خداوند فرمود شما امانت ها را به اهلش بسپارید و در ضمن این اطاعت کنید خدا و رسول را و بعدا مضرات اطاعت نکردن و منافع اطاعت کردن. یا ایها الذین آمنوا از اینجا حکم دوم هست، هم موضوع جهاد است و هم حکم دوم سلطانی هست. الله عزوجل اینجا می فرماید که ای مؤمنین آمادگی خودتون را، اصل این خطاب برای حاکمان است. حاکم باید آمادگی برای جهاد داشته باشه، حاکم باید اسلحه آماده بکنه، حاکم باید بهترین و پیشرفته ترین سلاحهای روز را برای دفاع از کشور و برای مبارزه با دشمنان داشته باشه. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان خذوا حذرکم، بگیرید شما احتیاطتون را. حذر به چی میگند؟ حذر به اسبابی میگند که باعث حفاظت میشه. اسبابی که باعث چی میشه؟ حفاظت میشه. مثلا اسلحه باعث حفاظت میشه، احتیاط باعث حفاظت میشه، جمعوری مال برای جهاد باعث حفاظت میشه. تفسیر روح المعانی حذرکم ای عدتکم من السلاح قاله مقاتل، امام مقاتل گفته آمادگیتون یعنی از اسلحه. پس بگیرید آمادگیتون را، آمادگیتون را برای جهاد بگیرید. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، بروید در راه خدا ثبات یعنی گروه گروه، جماعت جماعت، او انفروا جمیعا یا همگی با هم برید، هر چی که شرایط تقاضا کرد. اما بحث جهاد که میشه خود به خود بحث منافقین پیش میاد. خداوند سرزنش میفرماید که بعضی از شما چقدر بطیء هستید، کند هستید، هی این پا روی اون پا میکنید تا نروید، هی در جایتون جا میزنید یا عقب گرد میکنید. و ان منکم لمن لیبطئن، همانا بعضی از شما یعنی بعضی از منافقین هستند که لمن، البته اون کسی که لیبطئن یعنی دیر میکنه. بعضی لیبطئن را گفتند منع میکنند دیگران را از جهاد، یثبتون الناس عن رسول الله، مردم را از رسول الله منع میکنند. اما بعضی گفتند که بزدلند، بطیء هستند، کند هستند، این پا و اون پا میکنند نمیروند. اما وقتی که خودشون را عقب اندازند و همراهی نمیکنند، بعداً نگاه میکنند اگر مصیبتی شکستی آمده، ضرری آمده، خوشحال میشه، الحمدلله که من نرفتم. اما وقتی که فتحی غنیمتی، اون وقت خیلی درونش میسوزه، دلش میسوزه، میگه کاش من همراه بودم. الله میفرماید و ان منکم لمن لیبطئن، همانا بعضی از شما البته اون کسی است که لیبطئن دیر می کند، این دست و اون دست می کند. فان اصابتکم مصیبه، اگر به شما برسد شکستی، اگر به شما مصیبتی بیاید بر شما مسلمانان، قال، اون منافقی که
تأخیر کرده، اون منافقی که همراهی نکرده میگوید قد انعم الله علی، همانا خداوند بر من لطف و احسان کرد، اذ لم اکن معهم شهیدا، به خاطر اینکه من نبودم همراه با اونها حاضر نبودم، لطف خدا شد. اما ولئن اصابکم فضل من الله، اگر به شما مسلمانان فضلی از خدا برسد، فتحی برسد، پیروزی، غنیمتی، لیقولن، البته اون کسی که خودش را عقب انداخته او حتما خواهد گفت. چطور میگه لیقولن؟ مقولش جلوتر میاد، کأن لم تکن بینکم و بینه مودة، این جمله معترضه هست، گویا بین شما و بین او هیچ رابطه، هیچ دوستی نبوده. چی میگوید؟ یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من با اونها بودم، کاش بودم به منم غنیمت میرسید، فافوز فوزا عظیما، منم نائل میشدم، حاصل میکردم فوز بزرگ، منظور اینه که مال زیاد، با مال و دولت من کامیاب میشدم. الله عزوجل اینجا میفرماد هدف نباید غنیمت باشه، از نفاق و صفات نفاق باید همه شما بدور باشید. هر کسی می جنگد در راه الله، فلیقاتل فی سبیل الله، باید بجنگد، قتال کند در راه الله، بدون تأمل، بدون فکر کردن نفع و ضرر. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، آنهایی که میخرند زندگی دنیا را در مقابل آخرت. ببخشید، یشرون به معنی یبیعون است، میفروشند، دنیای خودشون را میفروشند و چی را میخرند؟ آخرت را میخرند. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که بجنگد، قتال کند در راه الله، فیقتل، پس کشته بشه، او یغلب، یا غازی بشه، غالب بشه، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، همانا ما به او میدهیم اجر و پاداش بسیار عظیم. الله میفرماید اجر عظیم میدیم کسی که برای خدا بجنگد. و حال الله تعالی میفرماید چرا نمی جنگی؟ انگیزه جنگ وجود دارد، دلیل جنگ وجود دارد. دلیل جنگ چیه؟ برادران و خواهران مستضعف شما، ناتوان شما در دست کفار هستند، برای نجات اونها بشتابید، برای نجات اونها بشتابید. این حکم سوم سلطانی هست، این وظیفه حاکم است. وقتی که برادران و خواهران مستضعف ما در هر جای دنیا باشند، چه در فلسطین باشند، چه در کشمیر باشند، چه در میانمار باشند، چه در ترکستان شرقی، در چین باشند، یک حاکم مسلمان اگر واقعا مسلمان از اینها دفاع بکند، برای اینها حرکت بکند، اقدام بکند. الله می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این حکم سوم سلطانی. در این حکم سوم چی هست؟ نجات مسلمان. ببینید علت فرضیت جهاد هم همین دو چیز است، یکی اعلاء کلمت الله، یکی معاونت ضعفا، کمک کردن به ضعفا، یا همون که گفتیم دفع ظلم، اقامه عدل، اینا همه یک چیز است. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چه شده شما را چرا نمی جنگید، چرا جهاد نمی کنید در راه الله، در حالی که دو چیز اینجا هست، یک فی سبیل الله، سبیل خداست، پس جنگ برای چی هست؟ اعلاء کلمت الله. علت دوم والمستضعفین من الرجال، مستضعفان از مردان و النساء زنان و الولدان بچه، یعنی بعضی مرد، بعضی زن، بعضی بچه، این مستضعفان، اینا شب و روز دعا میکنند برای نجات خودشون. دعای اونها را خداوند به سمع من و شما میرساند. اونها میگویند خدایا ما را از دست این ظالم ها نجات بده. الذين يقولون،
آن مستضعفانی که میگوین ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، بار اله ما را بیرون کن از این قریه، از مکه، این قریه که الظالم اهلها، که اهلش ظالم هست، بر ما ستم میکند. واجعل لنا من لدنک ولیا، قرار بده برای ما از جانب خودت یک حامی، یک کسی که بیاد از ما حمایت بکنه، ما را کمک بکنه. واجعل لنا من لدنک نصیرا، و قرار بده برای ما از جانب خودت یاوری، نصیری قرار بده. حالا الله تعالی می فرماید این مستضعفین هستند، شب و روز مناجات دارند، دست به دعا هستند. شما حاکمان چرا خوابید؟ چرا به کمکشون نمیشتابید؟ و جالب اینه که همون کشورهایی که به اینها ظلم میکنن با همونها رابطه هم دارید. ظلم خیلی کم هستن اون حاکمانی که واقعا از دستورات خدا اطاعت بکنن. ببینن قرآن به اونها چه راهنمایی میکنه. الذين آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، ترغیب هست. آنهایی که ایمان دارن می جنگن در راه الله. اما والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کسانی که کفر کردن اونها در راه طاغوت می جنگند. یعنی راه طاغوت راه غلبه کفر است، راه شیطان است. یک تفسیر طاغوت شیطانه، یکی حاکم ظالم هست. فقاتلوا اولیاء الشیطان، لذا ای مسلمان، ای مجاهد، شما بجنگید با دوستان شیطان بجنگید که طواغیت هستند. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این وعده نصرت است. اگر او هرچی که تدبیر داره، توطئه داره، نقشه داره، در مقابل تدبیر خدا ضعیفه. کیدش در مقابل کید الله چی هست؟ ضعیف هست. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. در رابطه با شأن نزول این آیه هم خدمت شما عرض بکنم که مسلمانان قبل از هجرت در مکه مکرمه از دست کفار خیلی شکنجه دیدند، خیلی اذیت شدند، تحمل کردند. اما بعد از اینکه هجرت کردند، مدینه طیبه آمدند، از محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه گرفتن، یا رسول الله اجازه بدید که الان ما با اهل مکه بجنگیم، انتقام بگیریم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود تا به حال دستور خدا صادر نشده. هر وقتی خدا دستور جهاد داد، دستوری داد که ما با دشمنان بجنگیم، اون وقت می جنگیم. اما زمانی که جهاد فرض شد، خداوند دستور داد که با دشمنان من بجنگید. حالا بعضی از منافقین پریشان شدند. حکم جهاد بر نفاق و اهل نفاق خیلی سخت. گفتن خدایا چرا این حکم را لازم کردی؟ چرا جهاد را فرض کردی؟ چند روزی میشد که جهادی نمیشد، همینطور استراحت میکردیم. لذا بعضی از مفسران میگویند که اینها منافقین بودند، اما بعضی میگویند نه، اینها مسلمانان ضعیف بودند مثل ما ها. دوست داریم هرچی نماز میخوانیم بخوانیم، جهاد نباشه. ماهایی که از مرگ میترسیم. لذا بعضی گفتند خدایا میخواستیم راحت با طیب خاطر تو را عبادت کنیم. یک چند سالی تأخیر میشد، بعداً تا بالاخره در سایه امنیت به عبادت تو می پرداختیم. الله عزوجل می فرماید که عبادت من در جهاد است. لذا بعضی میگن اینا مسلمان بودن، بعضی میگن منافق بودند. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا دیدی آنهایی را که به آنها گفته شد کفوا ایدیکم، دست نگه دارید. فعلا جهاد نیست، دست نگه دارید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، فعلا تمرین جهاد کنید، آمادگی برای جهاد بکنید، نماز برپا بدارید، زکات بدهید. اینا چی می گفتند؟
فلما كتب عليهم القتال، زمانی که فرض شد بر اونها جهاد، اذا فریق منهم، در این هنگام یک گروهی از اونها بودند. ببین این صفت بده برای مؤمن. مؤمن نباید از غیر الله بترسه، کسی که توحید کامل در دلش آمده. منافق اینطوره. متاسفانه ما ضعیفیم. گروهی از اونها چی هستند؟ یخشون الناس کخشیت الله. حالا دو تا خوف هست، یک خوف طبیعی هست، خب همه ما این خوف طبیعی را داریم، اما خوف شرعی و خوف عقلی. انسان وقتی که شریعت را نگاه بکند، کتاب خدا را، این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله، هیچ نافعی و هیچ ضاری بغیر از خدا نیست. تمام دنیا بخواد آب از آب تکان نمیخوره تا زمانی خدا نخواد. این بالاخره اون جنبه شرعیش هست. این به انسان را تقویت میکنه. از نظر عقلی هم مرگ هست، حتما میاد، چه با تصادف باشه، چه با کرونا باشه، چه با سرطان باشه، چه با جهاد باشه. اون وقت انسان شرع را و عقل را وقتی که حاکم بکنه نمیترسه. طبع بله، طبعا انسان میترسه. پس منظور اینجا همون خوف طبعی هست. یخشون الناس کخشیت الله، از مردم میترسن مثل ترس از خدا، او اشد خشیه، یا بیشتر از اون، ذره از اونم بیشتر. و اینها چی میگویند؟ این افراد یا منافقین بر اساس یک تفسیر، یا مؤمنین ترسو ضعیف. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، میگویم بار اله چرا نوشتی بر ما جنگ را، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را فرصت ندادی، مهلت ندادی به مدت نزدیک. الله میفرماید میخوای چی کار کنی؟ میخوای چند روزی در دنیا خوش بگذرانی، راحت باشی، خوب بخوابی؟ قل متاع الدنیا قلیل، هر چند سال بشه، 100 سال تو ویلات راحت زندگی بکن، بازم کم، زود میگذرد. والآخرة خیر لمن اتقا، اما آخرت هم از نظر بقا هم از نظر لذت بهتر است برای اون متقی، برای کسی که از خدا میترسد. ولا تظلمون فتیلا، و شما به اندازه فتیلی ظلم نمیشوید، مورد ظلم قرار نمیگیری. فتیل صبح خواندیم، اون نخکی را میگویند که در شکم خسته خرماست، به اون اندازه هم بر کسی ستم نمیشه. لذا الله تعالی میفرماید که پس چرا شما میترسید؟ و یک نکته دیگر، این نکته هم انسان را جری میکند. این نکته این هست که مرگ هر جا باشه به سراغ انسان میاد. ما همیشه عرض میکنیم که انسان مثل این رؤسای جمهور و نخست وزیرها و پادشاهها تیم پزشکی هم داشته باشد که روز 3 بار چکاپش بکنند، قلبش را، کلیهش را، کبدش را، فشارش را، قندش را، فلانش را، باز هم آخر میمیرد. اینما تکونو، هر جا باشید، یدرککم الموت، موت شما را در مییابد. فقط در جهاد نیست، فقط در راه خدا نیست. همیشه لطیفه خدمت دوستان عرض میکنم که یک کسی رفته بود ساحل، به یک شهر ساحلی کنار دریا، اونجا مهمان کسی شد که اون بنده خدا ناخدای کشتی بود، اون میزبان ناخدای کشتی بود. این مهمان سر سفره نشسته بود، با میزبان غذا میخورد. به او گفت که پدر شما شغلش چی بوده؟ گفت پدر من مثل من پیشه پدر را دارم، اونم ناخدای کشتی بود، او هم تمام عمرش را تو دریا گذراند. گفت آخر چطور فوت کرد؟ گفت یه سال طوفانی آمد، کشتی شکست، غرق شد، فوت کرد. این مقداری ترسید، گفت که پدر بزرگ شما چی؟ گفت او هم اتفاقا مثل پدرم مثل پدر بزرگم بود، پدر بزرگم هم ناخدا بود و
تو کشتی کار میکرد، اون هم با چنین حادثه طوفانی و موجی آمد، کشتی اونها هم واژگون شد و تو دریا فوت کرد. این گفت که پس تو چطور هنوز همون شغل را داری؟ نمی ترسی یک روزی برای تو هم همین اتفاق تو دریا پیش بیاد؟ این فرد، این میزبان آدم حکیمی بود، آدم فهمیده بود. گفت که خب من از شما سوال میکنم. گفت که پدر شما چه کاره بود؟ او گفت که پدر من تاجر بود مثل خود من، بازرگان بود، تاجر بود، کارش تجارت بود. گفت چطور فوت کرد؟ گفت هیچی، مریض شد، خونه بود، بالاخره تو خونه فوت کرد. گفت پدر او چی؟ گفت اون هم به همین صورت، اون هم تاجر بود و او چطور مرد پدر بزرگت؟ اونم تو خونه مرد. گفت تو نمی ترسی تو هم یک روز مثل اونا تو خونه بمیری؟ خب تو هم حالا همون شغل را داری. منظور اینه که هر که باشی، هر سمتی داشته باشی، آخر میمیری. اینما تکونو یدرککم الموت. لذا فکر نکنی اگر جهاد باشه میمیریم، غیر جهاد باشه نمیمیریم. غیر جهاد باشه هم میمیرید. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه شما باشید در قلعه های محکم مستحکم باشید، باز هم موت می آید، همونجا هم اسرائیل راه دارد. و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله. اینا همه زجر بر منافقین است. اگر به اونها حسنه ای برسد، حسنه یعنی فتح، نصرت، موفقیت، یقولوا هذه من عند الله، میگه از جانب خداست. اما و ان تصبهم سیئة، به اینها سیئه ای برسد، موت، شکست، قتل، یقولوا هذه من عندك، العیاذ بالله به پیغمبر میگفتن این از طرف تو است، یعنی سوی مدیریت تو است، تو باعث شدی، العیاذ بالله. حضرت ابن عباس و قتاده میگه که اگر فتح و غنیمتی نصیب مسلمانان میشد، منافقی میگفتن لطف خداست، و اگر شکست و مشکلی پیش میآمد با هم سرگوشی میکردن، میگفتن این نتیجه سوی مدیریت پیغمبره، نتیجه العیاذ بالله بی تدبیریه. الله عزوجل در جواب فرمود که نافع و ضار فقط خداست. الله چی فرمود؟ قل کل من عند الله، همه از طرف خداست، هم خیر از طرف خداست، هم شر از طرف خداست، هم نفع از طرف خداست، هم ضرر از طرف خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه شده این قوم را که نمی فهمد سخن را؟ اون چیزی که از طرف خداست بعضی را به خدا نسبت میده، بعضی را به تو نسبت میده. نه، همه از طرف خدا. اما اینجا یک ادبی از آداب بیان میشه. ببینید همه اون چیزی که از طرف خداست، ولی در نسبت دادن مناسب است که انسان خیر را به خدا نسبت بده، شر را به خودش نسبت بده. به همین خاطر میفرماید ما اصابک، خطاب رسول الله است ولی مراد من و شما هستیم، ما اصابک من حسنة فمن الله، ای فقل من الله. اون چی که بهت از حسنه میرسد، از خوبی میرسد، فتحی، نعمتی، نصرتی، بگو از جانب خداست. اما و ما اصابک من سیئة، اون چی که بهت میرسد ای مخاطب، بدی، مصیبتی، شری، اونجا ادب داشته باش، بگو فقل فمن نفسک، از طرف خودت هست. بگو این من بودم، اشتباه مال من بود. گرچه همه چیز از طرف خداست ولی ادب این را ایجاب میکنه. ما انشاءالله سوره مبارکه کهف را میخوانیم. اونجا حضرت خضر به حضرت موسی چی میگه؟ یه جایی میگه که 3 کار کرد، نه 3 چیز کرد. یه جایی خراب، اونجا میگه که فاردت ان اعیبها. چی؟ فاردت ان اعیبها، من خواستم، نمیگه خدا خواست. ادب را در تعبیر یک پیغمبر، فاردت ان اعیبها. اما یه جایی که متوسط بود، هم در اون جنبه خیر بود هم در اون جنبه شر بود، اونجا گفت فاردنا، ما اراده کردیم.
اما اونجا که دیوار را میخواست درست بکنه که اونجا جنبه شر نبود، جنبه چی بود؟ خیر و نفرسانی. گفت فاراد ربک. چی گفت؟ فاراد ربک. یعنی این تعبیر خیلی مهم است. تعبیر همه چیز را خدا انجام میده، ولی تعبیر مؤدبانه باشه، انسان با ادب تعبیر بکنه. الله عزوجل این را میپسنده. به همین خاطر اینجا الله عزوجل میفرماید ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه. کار را خراب کردی بگو خودم بودم، گرچه خدا تنبیه میکنه و ارسلناک للناس رسولا. اما ما تو را به این تسلی برای رسول الله است، ما تو را به عنوان رسول و فرستاده فرستادیم، نه اینکه مصیبتی بر قوم نیاید شما ضامن جلوگیری مصیبت باشی، نه. و کفا بالله شهیدا. اینها اگر قبول نمی کنن خدا کافی است از نظر گواه قولا و عملا بر رسالت شما. هم عملا شما را تایید میکنه، هم گواه قولی هست. و بعد الله تعالی می فرماید من یطع الرسول، چون بحث منافقین بود، در اطاعت رسول از سوی منافقین نبود. الله تعالی بار بار تکرار می فرماید. این برای تقریبا یا چهارمین و پنجمین جا هست. الله می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که رسول را اطاعت بکند او خدا را اطاعت کرده. غلطه که انسان میگه ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست. درست این کلمه درست، رسول هم حکم خدا را اطاعت میکنه. اما بعضی ها کلمت حق ارید به الباطل، منظورشون اینه که نباید از سنت رسول الله اطاعت کرد، العیاذ بالله. میگه فاقد اعتماد هست. نه، من یطع الرسول فقد اطاع الله. از رسول هر کی اطاعت بکنه و از خدا اطاعت کرده. و من تولا، هر کسی که اعراض کرد، روی گردانی کرد، ای پیامبر عظیم الشان فلا تحزن، مقدره، تو نگران نباش، تو جوش نزن. فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما شما را بر آنها حفیظ نفرستادیم، نگهبان نفرستادیم که حتما اینها نافرمانی نکنن. نه، نافرمانی کردن، شما سخنت را گفتی، شما ابلاغت را کردی، پیام را رساندی، بعداً به عهده خودش. و بعد الله عزوجل یکی دیگر از خباثت های منافقین را، منافق این طوره، به ظاهر عرض کنم که بله و قربان داره و چشم میگه، اما پشت سر عمل نمیکنه. همیشه وقتی که میگن دستور خداست میگه فدای خدا بشم، فدای شریعت بشم، فدای دستور خدا بشم. اما وقتی که ببین نفاق در هر زمانی است، وقتی که لازم است که اجرا بکند، بیا آقا این مبلغ را به عنوان زکات بده، بیا این مسئله را اینجا حل کن، دستور خدا اینه، اونجا دیگه عقب نشینی میکنه. معلوم میشه فقط بلوف، شعاره، چیز دیگه نیست. الله می فرماید و یقولون طاعت، و یقولون ای لسانا، زبانا میگن طاعت، ای امرنا طاعت، کار ما فقط اطاعت، ما چشم اطاعت میکنیم. اما وقتی که بلند میشن، فاذا برزوا من عندك، هرگاه که بلند میشن، برزو یعنی ظهر و ظاهر میشن از نزد شما، یعنی از پیش شما میروند، خرجو به معنی خرجو است. بیت طائفه منهم، بیت بیتوتا، شب میگذرانند گروهی از آنها، یعنی وقتی میرن شب با هم میشن، اون گروه خودشون، اون محفل خودشون، محفل فسق و فجور و نفاق وقتی برپا میشه، بیت طائفه منهم، شب میگذرانند گروهی از آنها، غیر الذی تقول، غیر از آن چیزی که تو میگفتی، میروند دیگه چیزهای دیگه و کارهای دیگه میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. والله یکتب ما یبیتون، الله میفرماید الله مینویسد آن چیزی که اونها شب میگذرانند. بعضی بیته را به معنی بدله کردند، یکی بیتوته به معنی شب گذرانی هست، معنی اصلیش همینه. بعضی بدله، وقتی که از نزد شما خارج میشن، بیت طائفتون یعنی بدل طائفتون، یک گروه تبدیل میکنه غیر از اون چیزی که شما گفتید، یعنی اون چیزی که شما گفتید غیر اون را میگه. والله یکتب ما یبیتون ما یبدلون، خدا هم مینویسد اون چیزی که تغییر دادن.
لذا به پیغمبر تسلی میده ای حبیب من فاعرض عنهم، از اینها اعراض کن، از اینها اعراض کن و توکل علی الله، و بر خدا توکل کن. اینجا یک نکته شما انشاءالله داعیان دین میشید، یک نکته برای دعات دین هست. هر جا خداوند ذکر میفرماید خباثت منافقین را، تمرد اونها را، سرکشی اونها را، نافرمانی اونها را، اذیت کردن اونها را به پیغمبر، بعضی جا میفرماید که فاعرض عنهم، شما اعراض کن. بعضی جا میفرماید فاعف عنهم واصفح، معافشون کن، درگذر باش. از اینجا معلوم میشه از مجموعه این آیات که کسی که دعوتگر هست، کسی که داعی هست، کسی که ناصح هست، باید سینه کوچیکی داشته نباشه، دل تنگی داشته نباشه، زود آزرده خاطر نشه، فوراً از کوره در نیاد و کاسه کوزه را بشکنه، فتوا بده منافق، دشمن خدا، جهنمی، فلان. این دأب داعی نیست، این روش ناصح نیست، روش خیرخواه نیست. توجه بفرمایید، خداوند از یک طرف خباثت های اونها را ذکر میکنه، فساد اونها را ذکر میکنه، از یک طرف به رسول الله تسلی میده تو دلت بزرگ باش، تو درگذر باش، تو معاف کن، تو ناراحت نباش. چه بسا همین اخلاق کریمانه، همین صبر جمیل باعث میشه که اونها چی بشند؟ هدایت بشند. لذا فاعرض عنهم، اعراض کن و زیاد پروا نکن و توکل علی الله، فقط و فقط بر الله توکل کن و کفا بالله وکیلا، الله کافی است از نظر کارساز، الله کارت را حل میکنه، مشکلت را حل میکنه، بهترین کارساز است. و اینجا خدای عزوجل همین منافقین را دستور میفرماید که شما چرا در قرآن تدبر نمی کنید تا به حقانیت قرآن پی ببرید. ببینید یکی از موارد حقانیت قرآن که انسان بهش میرسه تدبر در قرآن است. وقتی که در قرآن شما تدبر بکنید خیلی چیزها دستگیرتان میشه، خیلی چیزها به دستتون میاد، خیلی مباحث را متوجه میشید. مثلا از عظمت کائنات به عظمت خدا انسان پی میبره، از پیچیدگی هایی که هست و از مباحثی که در قرآن هست چقدر با علم جدید هماهنگ هست. این مباحث به جای خود، یکی از اونها اینه که مباحث قرآن مجید در میان اینها تعارض نیست، تناقض نیست، هماهنگی هست، در حالی که در هر کلام دیگری تعارض است. یک نفر 1 ساعت حرف میزنه، شما بخواید چون خیلی زیاد حرف زده، شما بخواید این حرفایش را، تناقضاتش را در بیارید، خیلی با هم تناقض. یک کسی هست که واقعا سیاستمدار هست، دانشمند هست، فهمیده هست، 20 سال حکومت میکنه، بعضی وقتا مخالفین چیکار میکنند؟ صحبت های 10 سال پیش را با 5 سال پیش و بعد 20 سال پیش و اینا را همه را میارن، کل صحبت ها با هم تناقضه. یک کسی که کتاب می نویسه، کتابش مقدار بالخصوص طولانی میشه، نظرات این کتاب، مباحث این کتاب اول و آخر خیلی تناقض داره. تو این روزنامه ها نگاه کنید چقدر نظریات متفاوتی است، اونی که امسال چاپ شده، اونی که چند سال پیش چاپ شده، بالاخره خیلی تفاوت وجود دارد، خیلی تفاوت وجود دارد. بالاخره همین الان بعضی مردم از بعضی از روزنامه ها ایراد گرفتند. یه روزنامه ای که چند سال پیش، وقتی که 7 سال پیش رابطه با سعودی قطع شده بود، چی گفته بود اون زمان؟ که بالاخره دست اینها کوتاه شد، دست آمریکایی ها کوتاه شد، ناامید شدن. الان چون ضرورت هست، بعد از 7 سال رابطه ایجاد شد، باز میگن که آمریکا ناامید شد. اصلا نظری ضد اون نظر.
منظور اینه که انسان هست، انسان نظراتش هی متفاوته، هی متناقضه، هی ضد هم دیگه هست. اما قرآن در ظرف 23 سال نازل شد. مطالب قرآن را ببین چقدر مرتب، چقدر منظم، چقدر هماهنگ، چقدر متناسق. و اگر جای انسان احساس میکنه اینجا تعارض است، اون بر میگرده به سوء فهم خود انسان، خودش نفهمیده. وقتی که محمل درست آیه بیان میشه متوجه میشه نه، این هر دو آیه در یک زمینه است، در یک راسته است. لذا الله می فرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمی کنند در قرآن؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از جانب غیر الله بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، البته می یافتند در آن اختلاف زیاد. اختلاف زیاد در چی؟ یکی اختلاف زیاد در مباحث خودش و یکی اختلاف زیاد بین مباحث قرآن و بین اون چی که در نفس الامر است، بین اون چیزی که واقعیت هست. حالا ببینید خیلی وقت پیش مردم به این نتیجه رسیدن که آیات قرآن مجید با نفس الامر تعارض داره. اون چیزی که قرآن میگه و اون چیزی که علم میگه، علم روز میگه، با هم تفاوت داره. قرآن را رد میکردن. اما امروز همون علم آمده به این نتیجه رسیده نه، قرآن درست میگه، اون اکتشافات ما اشتباه بود. لذا قرآن با نفس الامر خیلی مطابقت داره. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اینها تمام خباثت های منافقین بودن. یکی دیگر از خباثت هایشون اینه که اونها چیکار میکردند؟ شایع پراکنی میکردند یا اخبار درست را شایع میکردند و چه بسا این اخبار به ضرر مسلمانان تمام میشد. الله تعالی میفرماید وقتی که یک خبری میاد، چه خبر خوب چه خبر بد، فوراً این را پخش نکنید، منتشر نکنید. اول به اولوالالباب، به عاقلان، به افراد دانشمند، افرادی که قوت تحلیل دارند، درک مسائل را دارند، به اونها برسانید اونها چه تحلیلی میکنند. اما منافقین چون مصلحت را در نظر نمی گرفتن، فورا می گفتند فلان جنگ فتح شد، پیروز شدیم، فلان جنگ شکست شدیم. و اذا جاءهم امر من الامن، هرگاه پیش آنها امر میاد از امنیت، امنیت منظور غلبه، فتح، پیروزی، او الخوف یا خوف، مغلوبیت، شکست، اذاعوا به، فوراً اون را چی میکنند؟ منتشر میکنند، پخشش میکنند. اما ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، اگر اون را برگردانند به خدمت رسول و به اولی الامر از آنان. اولی الامر معلوم میشه اینجا که علما هستن. اونجا بنده خدمت شما عرض کردم یک تفسیر عبدالله ابن مسعود اینه که مراد از اولی الامر کیند؟ علما، کسانی که امور در دست اونها فتوا میدن، اونها صادر میکنن فتاوا را، اونها اجتهاد میکنن. اینجا معلوم میشه اونجا در زمان رسول الله بالاخره علما بودن. لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اینم قرینش. البته میدانند، تشخیص میدن کسانی که استنباط و اجتهاد درست میکنن از اون مسائل. لذا باز هم الله تعالی میفرماید این راهنمایی های خدا را بگیرید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله و رحمت خدا نبود بر شما، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، شما پیروی میکردی شیطان را، یعنی ضرر دینی و دنیوی برای شما داشت پیروی شیطان. الا قلیلا، مگر اندک، یعنی بیشتر شیطان را تبعیت میکردید. لذا شما اخبار را منتشر نکنید و اخبار را به اولی الامر، به آدم هایی که درک درست و تحلیل درستی از مسائل دارن، به اونها برسانید. صدق الله.